وقتتون بخیر. ما طی سالیان گذشته مصادف با سال روز واقعه و فاجعه جنایت بر علیه بشریت و جنوسایدی که توسط دولت‌های منطقه و اربابان نظام سلطه‌ایشان در سرزمین ما اتفاق افتاد، تریبونال‌های مردمی برگزار کردیم تحت نام دادگاه‌های قیامتیان حلبچه که در اون دادگاه‌ها شاهدان عینی که در روز 16/3/1988 در روز واقعه در حلبچه بودند گزارش‌های خود را ارائه دادند. نتایج آن دادگاه‌ها با حضور آحاد مردمان حلبچه از پایگاه‌های مختلف، چه زن خانه‌دار، چه کسانی که در امورات سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای دستن در کار بودند و آیینی، به اینجا ختم شد که حلبچه و مصالحه صلح تحمیلی به عراق شده است. یعنی بایستی دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای جلوگیری از ساقط شدن پروژه جمهوری اسلامی حتما با صدام حسینی که در اوج قدرت در عراق بود و در جنگ ایران و عراق به صلح می رسید و لذا صدام حسین رو وادار به این صلح کردن. کنه داستان و مصالحه قرار دادن شهر حلبچه و مردم حلبچه بود و متقاعد اتفاقاتی که افتاد. ببینید، من باب اهمیت این داستان بایستی به این پرداخت که آقای رحمانی شما تقاضا فرمودید، من قبول کردم و رد تقاضا دادید و دیگر هم نیستید. اگر میخواهید که دوباره در این دیبیت حضور داشته باشید، خروج بکنید و ورودی داشته باشید. ببینید، یک مثال بسیار کوچک این است که در این اتفاقات کذایی برساخته‌ای که داره رقم میخوره، مثلا به این نکته اشاره می شود که هر کسی که توسط جمهوری اسلامی مورد آزار واقع شده است می تواند اقدام به استخدام وکیل بکند و همکاری بکند با کمیته های حقیقتیان برای برقراری عدالت و برای برقراری صلح. ببینید، فاجعه حلبچه که تبعات بسیاری تا به امروز دارد و قطعا ما اجازه نخواهیم داد که حلبچه فراموش بشود. ببخشید، حداقلش اینه که مردمان این سرزمین پی خواهند برد که چه چیزهایی را بایستی تعقیب بکنند و چه چیزهایی را ملاک برقراری عدالت بکنند. ببینید، ظاهرا تمام داستان به خوبی و خوشی تمام شده است. یک صدام حسین متجاوز بعثی بود که مردمان خود را میکشت. چرا؟ چون صدام حسین آدم مریض روانی بود و بمب شیمیایی بر علیه مردم خود به کار برد و دست سرنوشت از آستین و دست انتقام و عدالت خداوندی از آستین ایالات متحده آمریکا در آمد و صدام حسین را اعدام کرد. این بخشی از داستان و بخش بسیار دروغ و برساخته داستان. در این ماجرای حلبچه دولت ایران، ارباب آمریکایی، اروپایی و نیروهای نیابتی از نیروهای شیعه حزب الدعوه گرفته تا احزاب منتسب به کرد عراقی در آفرینش فاجعه حلبچه و این جنایت هولناک بشری، هولناکی نه در ابعاد کشتار صرفاً، نه در تبعاتی که به جای گذاشت صرفاً، در به انحراف بردن افکار عمومی جهان، در پرده پوشی کردن این جنایت، این هولناک.
و بسیار هولناک. به خاطر اینکه بخش دیگری از این ماجرا رو ما تعقیب بکنیم و اون بهونه‌های کذایی دولت ایرانی و اعوان و انصار دولت ایرانی را باطل بکنیم، سعی در تحلیل سخنان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی درباره اوضاع جنگ میکنیم. این سخنان بسیار مهمه. یک، اینکه موقعیت ایران را مشخص میکند. دو، میگوید که جمهوری اسلامی چه پدیده است، چیزی که برای عموم مردم مشخص نبوده و در لوای این صحبت ها مشخص خواهیم کرد که جمهوری اسلامی کیست، چه بوده است و امروز چیست، که ربط به قضایای امروزی هم دارد. آقای رحمانی خوش آمدید. بله، متشکرم آقای حیدری عزیز. عرض سلام دارم خدمت شما و یاران عزیز و همه کسانی که ما را میبینند و میشنوند. در خدمت شما هستیم. امیدوارم که صدا خوب باشه و اون مشکل دیبیت قبلی رو ما نداشته باشیم. یاران بنویسن اگر صدا خوبه. خب ما سعی کردیم این دیبیت رو از حوزه زبان مادری جافی خارج بکنیم و به حوزه گسترده تر فارسی ببریم. من بسیار متاسفم که به زبان عربی تسلط ندارم، وگرنه حتما دادگاه قیامتیان حلب چرا به زبان عربی دائر می‌کرد و وظیفه آحاد مردم است هر کسی که عربی می‌داند به ما این لطف رو بکنه که فرازهایی از این دادگاه رو به زبان عربی ترجمه بکنه. آقای طاها، بعد از اون دادگاه های قیامتیان حلبجه و نتایجی که حاصل شد در تحقیقات و تفحص و با شنیدن سخنان شاهدان عینی و کنکاشی که صورت گرفت، نتایجی برای افکار عمومی مشخص شد. بعد از گذشت 3 سال از اون قضایا، 2 نفر و 2 چهره 2 روایت دیگر را با تأیید نتایج دادگاه قیامتیان حلبچه مطرح کردن در تلویزیون های اقلیم کردستان عراق. یکی آقای شیخ عبدالرحمن عثمان عبدالعزیز، فرزند ملا عثمان رهبر حرکت اسلامی عراق و حرکت پیشین اسلامی عراق، که جزء معارضه عراقی بود و جزء جبهه کردستانی که قرارگاه رمضان از اونها ساخته بودن. ایشون میگه که اول حلبچه وجه المصالحه قرار میگیره. حالا برای اینکه ما کلیت این داستان رو بررسی بکنیم و بونه خیلی از کسانی را که فکر میکنن با شیادی میتوانند از چنگال ادارت بگریزند رو باطل بکنیم، ما سعی میکنیم از خود مقامات جمهوری اسلامی وضعیت جمهوری اسلامی را در سال 67 بررسی بکنیم که جمهوری اسلامی چه شد، به کجا رفت و امروز در کجاست و چرا صدام حسین را وادار به این سوال کرد. آقای طاها، شما لطف بکنید فایل خطبه سخنرانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان و در زمان جنگ اولا فرمانده جنگ بودن، فرمانده کل جنگ بودن و بعد یک پست اجرایی مهمتری میگیرن که اون پست رو دیگه ما در جمهوری اسلامی شاهد نبودیم. اون هم جانشینی فرماندهی کل
نیروهای مسلح است. بله بله درست. آقای هاشمی رفسنجانی که در مدت کوتاهی و در خرداد 67 این پست رو دریافت میکنه و ختم به قطعنامه 598 میشه، توجیهات قطعنامه 598 را و نوشیدن جام زهر را در خطبه‌ای در نماز جمعه تهران در 28 مرداد سال 1367 بیان میکنم و دلایلی رو در تایید این امضای آتش بس. ببینید قطعنامه 598 صلح نیست، آتش بس است آقای طاها. یعنی هر رژیمی در عراق احساس قدرت بکنه میتونه این آتش بس رو باطل بکنه. آتش بس صلح نیست. خب شما سخنان هاشمی رفسنجانی رو پخش بکنید تا ما بدانیم در ضمن آقای طاها، قبل از اینکه ما به این داستان برسیم اگر اجازه بدید من مطلبی رو بخونم، در جایی ذخیره کردم، اونم پیرامون جنازه کشته شدگان حلبچه است. همین آقای عبدالرحمن اشاره میکنه که ما تمام جنازه ها رو خاک کردیم. اوکی؟ اما اینجا اشاره میشه که جنازه ها بعد از 3 هفته اجازه تدفین پیدا میکنن. آقای طاها، بعد از 3 هفته اجازه تدفین پیدا میکنن. بله درست میفرمایید. امروز من خوندم. کی اجازه میده؟ دولتی. خب سوال اینه که چله عزت الاجساد شهدای فاجعه حلبچه را چه کسی خاک کرد؟ ببخشید، چله عزت اجساد شهدای فاجعه حلبچه را چه کسی خاک کرد؟ عجب اسم عجیب و غریب بماند. این خبر رو 23 آذر 1399 سایت خبرگزاری تصنیم سپاه پاسداران مخابره کرده. اینم اثبات اون سند. ساعت 15:30 میگه در حلبچه جنازه ها دسته دسته روی هم ریخته شده بودند، طوری که ماشین ها وقتی از کنار آنها رد می شدن به دلیل بوی جنازه ها سرعتشان را زیاد می کردند. به گزارش خبرگزاری فرهنگی خبرگزاری تصنیم، در 40مین سالگرد دفاع مقدس سراغ بخشی از خاطرات رزمندگان رفته ایم تا با انتشار آن یاد و نام آنها را گرامی بداریم و بتوانیم بخشی از سختی‌ها و مشکلات این عزیزان را برای نسل آینده منتقل بکنیم. خاطره ای از دکتر مهرابی توانا، مسئول بهداشت جنگ دارم. در عملیات والفجر 10 کار دفن اجساد جنایات رژیم بعث عراقی در حلبچه به دلیل حضور خبرنگاران خارجی به درازا کشید. این یعنی چه؟ من عذر میخوام. یعنی اینکه جنازه مردم حلبچه را برای نمایش‌های تبلیغاتی بر زمین گذاشتند تا نمایش‌های تبلیغاتی بدن. برای درک این یه سری فیلم گرفته شده از شهر حلبچه از کسی به نام عمر خاور که این تصویر جهانی شده. ما در دادگاه قیامتیان حلبچه کسانی را شاهد آوردیم که عمر خاور اونگونه نمرده و اون جنازه رو اونگونه طراحی کردن. حالا همون مسیر عمر خاور رو که شما نگاه میکنی، یه گربه وسط خیابون مرده، بعد میای نزدیکتر یه بچه وسط پله هایی که از در باز شده حیات میخواد داره مرده تا به عمر خاور میرسه و پشت اون تمام اینها دستکاری کردن های جنازه است برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران، عراق، منطقه و جهان. سازیه. خب اینجا به شما داره میگه که به دلیل حضور خبرنگاران خارجی برای چه؟ برای پروپاگاندا، برای تبلیغ جنازه ها رو خاک نکردن. اینجا داستان شیخ عبدالرحمن عبدالعزیز عثمان عبدالعزیز دروغ اضافه کرد. ایشون به عنوان پسر زعیم حرکت اسلامی، به عنوان یک فرد مسلمان گذاشت جنازه انسان مسلمان بر روی خاک بماند و دفن نکرد. تا کی؟ حالا میگه کی اجازه میده؟ کی اجازه میده؟ دولت ایران. هوا گرم بود و خیلی از جنازه ها پوسیده و از هم پاشیده شده بودند.
و وضع خیلی بدی به وجود آمده بود. در حلبچه جنازه ها دسته دسته روی هم ریخته شده بودند، طوری که ماشین ها وقتی از کنار آنها رد می شدند به دلیل بوی بسیار بد جنازه ها سرعتشان را زیاد می کرد. حدود 2-3 هفته بعد دستور داده شد بعد از اینکه جنازه ها متلاشی شدن ها، نه بعد از واقعی 16/3، 2-3 هفته بعد از این وقایعی که ماشینا با سرعت رد میشن، یعنی 4-5 هفته، 2-3 هفته بعد دستور داده شد. کی دستور داده؟ جمهوری اسلامی، دولت ایرانی. دستور داده شد که جنازه ها خاک شوند، اما هیچ کس حاضر نبود این کار را انجام دهد. بالاخره مسئول بهداشت ما دکتر مهرابی توانا چند تا طلبه داوطلبه برای این کار پیدا کرد. آنها ماسک های خیلی بزرگی زده بودند و با بیل مکانیکی جنازه ها را خاک کردند. جنازه ها همه جا بودند، داخل خانه ها، زیر زمین ها، حیات ها، کوچه ها و مزرعه ها. دکتر مهرابی با گروهش همه جا را گشته و همه جنازه ها را دفن کرده بود. تعداد زیادی از احشام مردم هم تلف شده بودند که باید دفن می شدند. دکتر مهرابی آن زمان بسیار فعال. من کارشان را از نزدیک بازدید کردم. بعد از جنگ ایشان تجربیاتش را در قالب کتاب بهداشت و دفاع مقدس با نگاهی به آینده مکتوب کرد. خب ما اینجا فهمیدیم الان حتی نیروهای کرد عراقی یک جنازه از بستگان خود را خاک نکرد. جنازه باید نمایش داده میشد. نمایش جنازه. چرا؟ نمایش این جنازه چیست؟ میخواد چه چیزی را نشان بدید؟ چه امتیازی بابتش میخواید بگید؟ خب پس مشخص میشه که هدف از گرفتن حلبچه اتفاقا همین امتیاز بوده. جنازه کشته بگیری و بعد جنازه ها رو نقلیش بدی که چه اتفاقی بیفته. بفرمایید آقای حرفای رفسنجانی رو پخش کنید. رو شروع کردند و آتش جنگ خطبه دوم رو داریم در ترسیم وضع جامعه خودمون در رابطه با جنگ و صلح. شما این رو گیر بدید آقای طاها و برای اون دسته از کسانی که مردمان عادی سرزمینند و زمانی صدای ما رو میشنوند، بپرسید از اونهایی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند چرا در طی این سالیان این کارهایی رو که ما میکنیم، که شخص من آقای طاها متولدان بعد از پارادایم شیفت یا به قول شما یا طبق دانایی شما انقلاب 57 هستیم، ولی این بزرگان اپوزیسیون باز قهرمانهای پارادایم شیفت 57 توان تحلیل این فایل های مهم و این اتفاقات مهم را نداره. چرا نداره؟ کارمندند، بی‌عقلند، فاسدند، دروغگویند یا برساخته خود جمهوری اسلامی هستند. چطور تو قصدداری حاکمیتی را به زیر بکشی، از تمامی ابزارها برای مشروعیت زدایی و کنار زدن چهره واقعی حاکمیت کاری نمی‌کنی؟ تا ما این سخنرانی را تحلیل نکرده باشیم، هیچ کسی این سخنرانی را نه تحلیل کرده نه براش مهم بوده. در صورتی که این یکی از حساس ترین برهه‌های تاریخی سرزمین هاست. بخش بفرمایید. شرایطمون در صورت ادامه جنگ به شرایطی که خواهیم داشت در صورت رسیدن به صلح و ختم جنگ اختصاص داریم. و در این بحث سعی
میکنم به طور اختصار یه تابلوی رو که تو ذهن خودم تونستم ترسیم بکنم برای شما هم در حدی که کلمات میتونه توضیح بده توضیح بده. در شرایطی که با تشخیص مسئولان جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مصلحت دیده شد که قطعنامه پذیرفته بشه و به طور جدی دنبال صلح و ختم جنگ بریم، که ما هنوز مصلحت نمیدونیم که عمده ادله‌ای که ما رو به اینجا به این نظر رسوند توضیح بدیم، چون ممکنه مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیره. البته زمانی خواهد رسید که جزئیات اونچه که من سعی کردم با اشاره به شما این پیام رو برسونم. آقای رفسنجانی میگه که مسائلی که من مقام معظم رهبری را وادار کرد که این تصمیم را بگیریم، یعنی به قطعنامه 598 برسیم، شرایطی است، ادله هایی است که من امروز نمیتوانم بگویم و به خاطر اینکه دشمن ازش سوء استفاده میکنه، اما در آینده خواهیم گفت. خب ببینید، این ادعا که جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و پیروز شده است و فاتح میدانش دروغ محضه. رفسنجانی داره علنا اعلام میکنه که ما در ضعف مطلق بودیم و در جبهه جنگ شکست میخوردیم و شکست خوردیم و همین خاطر رفتیم امضا کردیم. پس اینجا تمام سناریوهای مزخرفی که از قدرت ایران داره صحبت میکنه و ایران سورمند بود و قدرتمند بود، خلاف طلبچرم گرفت، باطله. ایران ضعیفه، در ضعف مطلق قرار داره و بایستی به صلح برسه. کی داره این سناریو صلح رو آماده میکنه؟ کی؟ صدام حسینی داره که در اوج قدرت نظامی وادار به صلح میکنه. حالا برای این حرفا و ادعاهایی که من مطرح میکنم بایستی سند از زمان خودشم. آیا تا ادامه بدید؟ اونها رو برای ملت عزیزمون توضیح خواهیم داد. همین رو نگه دارید. قبل از اینکه این فایل رو پخش بکنید آقای طاها، به خاطر اینکه شما قاطی نکنید داستان رو، من خودم پخش میکنم. رفسنجانی در سالهای متأخرتری که در دورانی بود که دیگه اواخرای استخری شدنش بود، یه جای دیگه اشاره میکنه به ماجرای جام زهر. به خاطر اینکه این سخنرانی که میکنه سال 67، این یکی تو دهه 90. گوش بدید دلیلی رو برای اون جام زهر که میاره چیست. رفسنجانی صدا خوب آقای طاها. متاسفانه از هزار بلندگوی دنیا 5 تاشون دستمون نبوده که ما یه چیز رو معرفی کنیم. هنوز هم اینطوره. در داخل هم هنوز کسانی الان از جنگ میخوان حرف بزنن که اون حقیقت از جنگ رو نمیگن، چیزای دیگری برشون میبافن و به تاریخ تحمیل میدن. ولی بالاخره هنوز میلیون ها شاهد مثل شما ها تو هست و نمیگذارن این حقیقت گم بشه. خب رفسنجانی میگه یه سری حقیقت ها هست که شما نمیذارید گم بشه. عده‌ای میخوان تحریف تاریخ بکنن. رفسنجانی داره این رو میگه. این در کی میگه؟ در دهه 90 میگه. خب حالا گوش کنید، اینو بعداً مقایسه کنید با حرفایی که سال 67 داره میزنه. اجازه بدید. اصلا نگران این چیزا خیلی نباشید. البته حق دارید یه بکنید. من هیچ اصلا حق ندارم. اتفاقا اون عکسی که شما میگه جام زهر و من و آقای روحانی و اون چیز که این جزء افتخارات ما، یعنی ما این کاری کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میرستن رو زمین. ما این کارو کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میرفتن روی زمین. خب بعضی ها
چطوری هنر بود که قدر دیگری هم باز بچه همون باشیم اونجوری بکنیم. اگر یکی از اون بمبایی که تو علفچه انداختن تو تبریز انداختن چه اتفاقی میافتاد؟ اگر یکی از این بمب‌هایی که تو حلبچه انداخت تو تبریز مینداخت چه اتفاقی میافتاد؟ حالا میفهمی ضرورت و چل مصالحه قرار دادن حلبچه برای چیست؟ جنازه ها رو چرا رو زمین قرار میدن و دستکاری میکنن، صحنه سینمایی ازش میسازن؟ چرا تاول زدگان حلبچه را حمام نمیبرن، تیمار نمیکنن، با همون تاول ها به فرودگاه های ایستگاه های قطار کرمان و اصفهان و جاهای دیگر میبرن و این مصیبت زدگان را به نمایش رعب میگذارن و مردم کرمان و اصفهان را با دسته های گل به استقبال این بازماندگان حلبچه میارند. تا تو بفهمی. ببین حلبچه رو دیدی، صدام میتونه این کارم با اصفهان بکنه، میتونه با تبریز بکنه. ما وقتی گفتیم جنگ تا پیروزی، وقتی گفتیم راه قدس از کربلا میگذرد، غلط کردیم. ما که بردیم 1 میلیون نفر از فرزندان شما رو سقط کردیم، کشته دادیم، مفقود دادیم و مجروح دادیم، کار خوبی کردیم. حالا دیگه زورمون نمیرسه. ببینید شما فراموش بکنید جنازه های بچه هاتون رو، فراموش بکنید، لگد نزنید، نگید که شما با ایمان شیعه میخواستید دنیا را بگیرید حالا نمیتونید. احمد متوسلیان رو فراموش کنید. او یه تندرو شیعه احمق بود، باور کرده بود که ما با اسرائیل دعوا داریم. ما فرستادیم اونجا، دخلش هم آوردیم تا بفهمه که ما یه سری حرفا رو پلیتیکه که میزنیم، واقعی نیست. اما یه مشت احمق رو به نام مردم بایستی احمق کرد. اوکی؟ رفسنجانی داره اینو میگه سال 90 ها، در دهه 90. حالا ادامه میده رفسنجانی، میگه چه اتفاقی افتاد. موشک‌های العباس الحسین تا تهران میرسید. 19 اسفند 1366 برای اولین بار تهران مورد هدف واقع شد. تازه تهران فهمید جنگ هم هست. درست. بله. برای عراق هم مثل آب خوردن بود، چون موشکاش به کلاهایی که بزنه. اصلا جنگ به جایی نرسیده بود. آمریکا پاش در رکاب کرده بود. اصلا جنگ به هیچ جا نرسیده بود. اما هیچ غلطی نکرد. جمهوری اسلامی هیچ غلطی نکرد. هیچ کدوم از اهدافی رو که میخواست حاصل نکرد. اما در سال 67 میگه که اونا به اهدافشون نرسیدن، اما اینجا میگه ما به هدفمون نرسیدیم. این خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. اینی که تو بگی من میخوام انقلاب صادر کنم، من میخوام شیعه رو به جهان ببرم، من میخوام صدام رو نابود بکنم، من میخوام حزب بعث رو از بین ببرم، من میخوام اروپا را بکشم، من میخوام برم اورشلیم را بگیرم، همش چرت و پرت بود. جنگ به هیچ جایی نرسید. اینجا داره میگه که ما به هدفمون نرسیدیم، اما سال 67 میگه که دشمن به هدفش نرسید. این دوتا بسیار متفاوته. من الان این رو براتون رو میکنم تا شما این قرینه رو داشته باشید، این قیاس رو بکنید. خب سکوهای نفتی ما رو زد، کشتی ما رو غرق کرد، هلیکوپترهای ما رو ساقط کرد. آمریکا اینا رو نکرد. آمریکا اینا رو نکرد که شما رو نابود بکنه. آمریکا اینا رو کرد تا صدام حسین رو بترسونه. در هواپیمای مسافر بریم جنگ کرد با ما. توی شب گفته شد این آقایون حالا اینجا نشستن، اونو میگن که خود امام 2-3 ماه از جنگ که متوقف شد، امام به من فرمودن اون روز جام زهر تلخ بود برای من، ولی امروز ببینم خیلی شیرین شده. من این تعبیر امام رو همون روز تو خاطراتم نوشتم و الانم معلومه که امام رفتارشون اینجوری بود. خب اون روز امام 3-4 ماه بعدش به من گفت اون روز که جام زهر رو خوردم خیلی تلخ بود، ولی امروز اون جام زهر خیلی شیرینه و من اینو فوراً یادداشت کردم. این حرفای متأخر رفسنجانی قبل از استخری شدنه. دیدید که سرعت کلام و شکل و هست. میتونید برید از آپارات دریافت بکنید اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره جام زهر.
لطفا این رو یکی دانلود کنه، چون فورا اینا رو از محتوای اینترنتی خارج میکنن. کسی رو دانلود کنه، در آپارات هست. البته من اینجا این رو ثبت کردم. آقای طاها، حالا سخنرانی آقای رفسنجانی در سال 67 پخش کنید. ببینید، پس اینجا دو تا نکته رو شما دریافتید. یک، این که ایشون داره لولو خورخوره حلبچه رو علم میکنه برای مردم ایران. مردم ایرانی که تحت نام شعار شیعه بازی و جهان را میگیریم و صدور انقلاب شیعه میکنیم اینا، و بچه هاشون رفته تکه پاره شده روی مین. بعد شهرهای بسیار زیادی، من در آوردگی بزرگ شدم، کلاس اول دوم ابتدایی رو اصلا نفهمیدم چطوری خوندم. ما هی پسرفت کردیم، اما خیلی از شهرها که رنگ و بوی جنگ رو نداشتن خیلی وضع اقتصادشون خوب شد. درست. جواب این مردم رو از خوزستان تا ارومیه بایستی چگونه میدادن؟ تمام اون ترک‌ها لرهایی رو که به جبهه برده بودن تحت نام راه قدس از کربلا میگذرد و اینها روی میدان مین رفته بودن رو چگونه بایستی پاسخ میدادن؟ با علم کردن. حالا میفهمید چرا جنازه ها رو 3-4 هفته 4-5 هفته اجازه ندادن خاک بکنن؟ رژیم اسلامی که جزء فرامین اسلامیه که جنازه مرده را باید به خاک سپرد فورا. همین حالا در شهرهای مختلف قومی شده کرد ملاها فورا جنازه را خاک میکنن، میگن مرده نباید رو زمین بره. چطور شما اجازه دادید برای نمایش بندگان بیگناه خداوند را که کشته بودند نمایش بدید تا جنازه ها تعفن بکنه، بعد اینا اینقدر کفن نداشته باشن، اینا رو نشورن، غسل ندن، غسل میت ندن؟ چرا اجازه ندادید و چرا انتقال ندادید این جنازه ها را تا حداقل بستگان باقی مانده بتونن سوگواری بکنن و اونها رو دست جمعی با بدنهای تجزیه شده با بوردوزر خاک کردید؟ نه به خاطر حرمت جنازه، به خاطر ترس از مریضی و تعفن جنازه. خب حالا پخش کنید. اینا رو گفتم برای یه مشت بسیجی سپاهی شیعه باز از خداوند و شیعه و کرامت و این چیزا میزنن. فاتی کماندوهای چادری، سفره ابوالفرز ها و بیبی چهارشنبه بازها. تا بدونید نظریتون، نگاهتون، مهرهای بر پیشانیتان حسین حسین کردنتان برای ما پشیزی ارزش نداره و ما میدانیم اگر تو معتقد باشی مثل منتظری به قیامت، جای تو فی سفر است. یعنی یه اعتراض بایستی میشود. چرا نشد؟ چرا هیچ کسی در این سرزمین 85 میلیونی با این همه مخالفت به مسائل اصلی نمیپردازه؟ همه به حاشیه میرن. چطور وجدان این مردم برای دختر سقزی به جوش میاد انقلاب میکنه؟ برای مرگ فاجعه بار حلبچه هیچ. برای این دروغ بزرگ و انحراف بزرگ افکار عمومی و این جنایت بزرگ سکوت کرده. درد نمیاد. پس چطور برای دختر سقزی جیغت بلند شده بود انقلاب زنانه میکردی؟ اینجا دیگه وجدانت کار نمیکنه، نمیتونه، وجدانت نمیتونه معذبه. اونجا بخش عظیمشون زن و دختر بودن، کودک بودن. پخش کنید در سخنان رفسنجانی بعد میگه که جنگ به اینجا نرسیده بود، یعنی ما به اهدافمون در جنگ نرسیده بودیم. که این رو من در دادگاه قیامتیان حلبچه تحلیل کردم. حسین دهباشی با بنی صدر یه مصاحبه داره. بنی صدر میگه که برای صلح و پیشنهاد صلح صدام حسین یاسر عرفات آمده بود. یاسر عرفات
گفت که اگر شما گول آمریکا رو خوردید بدانید کشورهای عربی اجازه نمیدن سربازان ایرانی پا در بغداد بگذارند. که بعد روند قضایا و اتفاقاتی که رخ داد، آمریکا صدام حسین رو و حزب بعث رو از بین برد و سربازان ایرانی و قاسم سلیمانی و نائبان حزب دعوایی عراق را خوردند. بله. خب پس میگه جنگ به جایی نرسیده بود، یعنی ما به اهدافمون نرسیده بودیم. اما اینجا داره میگه که دشمن به اهدافش نرسیده. بسیار متفاوت. بله. خب حالا پخش کنید. شرایطمون در صورت ادامه جنگ به شرایطی که خواهیم داشت در صورت رسیدن به صلح و ختم جنگ اختصاص بدیم. خب صلح نیست، آتش بسه. و در این بحث اینجا دروغ میگه، صلح نیست، آتش بس آقای. بله. بله. صلح نیست. بله. سعی میکنم به طور اختصار یه تابلوی رو که تو ذهن خودم تونستم ترسیم بکنم برای شما هم در حدی که کلمات میتونه توضیح بده توضیح بده. در شرایطی که با تشخیص مسئولان جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مصلحت دیده شد که قطعنامه پذیرفته بشه و به طور جدی دنبال صلح و ختم جنگ بریم، که ما هنوز مصلحت نمیدونیم که عمده ادله‌ای که ما رو به اینجا به این نظر رسوند توضیح بدیم، چون ممکنه مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیره. البته زمانی خواهد رسید که جزئیات اونچه که فکر می‌کردیم اونها رو برای ملت عزیزمون توضیح خواهیم داد. به هر حال دیدید که توضیح داد، تصمیمی که زمانش رسید و توضیح داد. گفت بچه‌هامون این برگ خزون میریختن، تبریز اگه میزد چی کار میکردیم، موشکاش به تهران رسیده بود، کلاهکار رو شیمیایی میکرد، چه کار میکردیم. توضیح داد. در ضعف مطلق بودن. حالا اینجا میخواد بگه خیلی شیرین. اونجا میگه که ما به هیچ کدوم از اهدافمون نرسیدیم، ما به جای جنگ نرسیده بودیم. اینجا داره میگه اونا به اهدافشون نرسیدن. متوجه؟ حالا شما میفهمید که کی این را تحمیل میکند به صدام حسین. صدام در اوج قدرت. صدام چرا باید پس بشیم؟ صدام سال 61 صلح میخواد، ایران نمیکنه. تداوم جنگ میخواد. یاسر عرفات میفرسته، ایران قبول نمیکنه. تا اینکه صدام سال 65 66 ارتش رو بازسازی میکنه، تجهیزات جدید میخره و کمر قوت ایران میشه. و آمریکا میداند که ایران داره شکست میخوره. ادامه بدید. که گرفته شد و اعلان شد و بعد از اعلان و حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد، ما خودمون منطقاً هم به این نتیجه رسیدیم بعداً که بسیار بسیار کار درستی بوده و به صلاح ایران و عراق، مردم عراق. ببخشید ما بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتیم، قطعنامه رو امضا کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تصمیم درستی بوده. آقای رفسنجانی، حالا خودم در حرفات میگی، بذار من بگم برای اونایی که نمیدونن. شما قطعنامه 598 را امضا کردید. من تاریخش رو اگه پس و پیش گفتم ببخشید، از حفظ میگم، مربوط به سالهای پیش. شما 25 شهریور تیر ماه 1367 قطعنامه 598 را امضا کرد. قبلترش تمامی نواحی از عراق را که منطقه حلبچه بود تخلیه کردید بدون شریک یک گلوله. اما عراق هیچ کدام از مناطق شما را تخلیه نکرد.
2 روز بعد از امضای قطعنامه ارتش عراق تا تصرفات زمان آغاز جنگ پیش آمد و خودت هم در این حرفا بهش اشاره می‌کنی. 2 هفته بعد از این قضایا، یعنی به فاصله 1 هفته از امضای 31 شهریور، نمیدونم که عملیات فروغ جاودان مجاهدین خلق تا تنگه 4 زبر پیش میاد در کرمانشاه. بعد شما میگید که بعد ما فهمیدیم که کار خوب کردیم. چه چیزی رو فهمیدید؟ فهمیدید در این که ضعیفی مجاهدین خلق یک گروه نظامی تا فتح کرمانشاه میشه با اشتباهات خودشون تا تهران نمیاد، طبق محاسبات شما تا تهران هم میامد. این رو هم در فیلم های متأخری که ساختید میگید، از سرگردانی که نیروهای اطلاعاتی و نظامی دارن، هم از صحبتایی که محسن رضایی در دوران متأخر میکنن. شما میترسید مجاهدین تهران رو بگیره. اشتباهات خود مجاهدینه که مجاهدین در تله شما میفته. این دیگه به خودتون ربط داره و به مجاهدین که بشینه بررسی بکنه چرا مجاهدین شکست خورد و یعنی تهران رو میگرفت. بله. پس نشان میده که اینا در اوج ضعفند. این در اوج ضعف بودگی چه چیزی را میگه؟ میگه که اینها احتیاج به صلح دارن، نه صدام حسین. درست. خب چگونه بایستی از این صلح بیرون آمد؟ علیرغم شعارهای گنده گنده‌ای که دادن، علیرغم خسارتی که بر بدن مردم ایران زدن، الا اینکه نمایش یک فاجعه بدن. در خاطر حلبچه رو وجه المصالحه میکنن. صدام حسین اکراه داره. ما میگیم حلبچه ساعت 3 بعد از ظهر یا 2 بعد از ظهر 16/3/1988 مورد هجوم شیمیایی واقع میشه در اطراف حلبچه، بمب‌ها رو تخلیه میکنن. مردمی که به طرف کوه شنروه مشرف به حلبچه دارن فرار میکنن، به راحتی میشه با یک تیربار بیکیسی و یک هلیکوپتر ازشون هزاران کشته گرفت، اما صدام حسین یک گلوله شلیک نمیکنه. یک گلوله به سربازان ایرانی شلیک نمیکنه. یک گلوله. هواپیماهاش و هلیکوپترهاش با نیروهای ایرانی درگیر نمیشن. هواپیماهاش در ارتفاع بسیار پایین پرواز میکنن. هیچ پدافند هوایی وجود نداره اینها رو هدف قرار بده. ظاهرا ارتش عراق بایستی ارتش متجاوز ایران رو پس بزنه، اما یک گلوله به طرف ارتش ایران شلیک نمیشه. یک گلوله. بله درست. اینو شاهدان عینی میگه، خودشون هم میگن. بفرمایید آیتا. و منطقه و انشاءالله کل دنیای اسلام خواهد بود که باز اینها رو در مقاطع بعد میشه تحلیل کرد و توضیح داد. 1-2 جمله قبل از اینکه وارد وضع موجود بشم عرض بکنم که هر چه باشد اونهایی که این جنگ رو شروع کردند و آتش جنگ رو افروختند تحقیقاً در همه اهدافشون شکست خوردن. یعنی از این جنگ افروز هیچ چیز به دست نیاورد. حالا این جنگ افروز عراق باشه یا اربابان. ولی آقای رفسنجانی در حرفایی که من پخش کردم در دوران متأخر دهه 90 گفت که جنگ به هیچ جایی نرسیده بود. یعنی برای کی؟ برای ایران به هیچ جایی نرسیده بود. ولی اینجا داره میگه اونا به اهدافشون نرسیدن. سال 90 میگه ما به هیچ هدفیمون نرسیدیم. حالا اهداف اونها رو برمی‌شماره. اجازه بدید بفرمایید آقا. اربابان دیگرشون باشه. اینا یا میخواستند جمهوری اسلامی رو، انقلاب اسلامی رو ساقط بکنن که خب نتیجه معکوس گرفتن. امروز بعد از گذشته 8 سال از جنگ شما میبینید که کل دنیا تقریبا همه دنیا مسابقه داره که با جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور جا افتاده و مهمی. آقای رفسنجانی میگه که اگه اینا میخواستن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن به هدفشون نرسیدن. بعد از 8 سال الان کشورهای دنیا صف کشیدن که با جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنن.
آقای هاشمی رفسنجانی، این جنگ برای نابودی جمهوری اسلامی بود یا برای تثبیت جمهوری اسلامی؟ برای اینکه این حرف خودمون رو اثبات بکنیم ما سعی میکنیم که ادله‌هایی رو مطرح بکنیم. آقای رفسنجانی، الان ما ثابت کردیم شما در اوج ضعف نظامی هستید. اوکی؟ چرا این جامعه جهانی که با شما دشمنه و میخواد جمهوری اسلامی رو نابود بکنه تا نابودی مطلق شما پیش میاد؟ میخواید ادعا بکنید که نیروی نظامیش رو نداره. اوکی. 2 سال بعد صدام حسینی که در اوج قدرت نظامیه، عراقی که کمر شما رو شکسته و اذعان میکنی که شکسته، با 1 میلیون سرباز کویت رو اشغال میکنه. 45 کشور به همراه ایالات متحده آمریکا با آوردن پوتین سرباز در عملیات روباه صحرا با ارتش عراق درگیر میشن. تمام زیرساخت‌های دفاعی عراق رو از بین میبرن. اما چون از عواقب عراق میترسند صدام حسین رو ساقط میکنن. چرا اینها این کاری رو که با صدام کردن با شما نکرد؟ صدام حسین آردی 1 میلیون نیرو داشت. کافی بود صدام حسین رو آزاد بذارن تا تهران رو بگیرن. چطور شد در اوج ضعف شما مورد شناسایی واقع میشید؟ چطور ابتدای انقلاب شما یعنی تمام مدعیان سیاسی رو از گردونه خارج کردید، همه رو قلقم کردید، بعد از ترکمن صحرا و بعد از کردستان و بعد از مجاهدین خلق و بعد از چریکای فدایی و بعد از اون کشتارهایی که تو خیابونها کردید و اعدامهایی در ملأ عامی که کردید، در اوج ضعف جنگ ایران و عراقتان تازه تثبیت شدید که اینها بیان با شماها ارتباط برقرار کنند. این کدام منطقه؟ طبق همون دلایلی که میگی نمیخوام بگم دشمن سوء استفاده میکنه، سال 90 میگی دلایل رو، میگی ما هیچ قدرتی نداشتیم، هیچ کدوم از اهدافمون نرسیدیم. این جنگ شما رو تثبیت میکنه. خودت میگی کی این جنگ رو برای درست میکنه تا تو به عنوان جمهوری اسلامی قدرت رو حاکم میکنه. خمینی تبدیل به رهبر بلا منازعه بشه. درسته؟ حالا اشاره میکنه من از حرفایی که میزنه آقای طاها فکتا رو بله. رابطه برقرار بکنه. اونایی که صریحاً با ما در جنگ بودند و صریحاً کمک می‌کردند به عراق و مخفی نمی‌کردند خصومت خودشون رو با ما. فقط محض اونی که مردم نمیدونن، البته از حرامنش همسه که مردم میدونن، همه میدونن که قطعات تانک، موشک و تجهیزاتی اسرائیل به ایران صادر کرده. تصمیمش موجود. همه ماجرای ایران گیت رو میدونن. درست. این 2 نمونهشه که افشا شده. و تو این جنگ افزارها رو از کجا می‌آوردی؟ تو رو کسی تجهیز نمی‌کرد. بفرمایید. خودت هم اشاره میکنه به اینکه از اسرائیل، حالا یادم نیست کجاست، ولی هم چیزی شنیدم که رفسنجانی میگه که از اسرائیل اسلحه خریدیم. آقای به اسم شاهین نمیدونم کی با مهدی فلاحیان دیپلمات جمهوری اسلامی بود که با مهدی فلاحیان در برنامه صفحه آخر هفته چند سال پیش صحبت کرده و از ارتباط گسترده مقامات جمهوری اسلامی با اسرائیل و دولت جمهوری اسلامی با اسرائیل صحبت کنه. از دیدارهایی که شخص ایشان در اسرائیل داشت هست، در یوتیوب هست، میتونید دانلود کنید برید. آقای شاهین، اسمش شاهینه به احتمال زیاد، نمیدونم فامیلیش چی بود. بله بفرمایید. دستشون رو دراز کردن و مطالبه روابط میکنن. پس اگر هدف نابودی انقلاب بوده، بعد از 8 سال نبرد امروز برعکسش در اومد. اوکی، پس اگر اگر هدف تثبیت جمهوری اسلامی بوده، بعد از 8 سال ما به تثبیت جمهوری اسلامی رسیدیم. جمله العد
برعکس آقای رفسنجانی، شما در اوج جنایت قرار داری، در اوج ضعف قرار داری در مقابل تهدید یک دشمن بعثی یعنی ناسیونال سوسیالیست عربی. درسته؟ بله. ادامه بدید. تجزیه ایران بوده که باز همینم گفته شده خوزستان رو میخواستن بگیرن یا شط العرب رو بگیرن یا جزیره تنب ابو موسی رو بگیرن یا خب اگر هدف تجزیه ایران بوده، اینجا از کرد تجزیه طلب دیگه حرف نمیزن، از حزب دموکرات کومله حرف نمیزن. تجزیه ایران یعنی کجا؟ یعنی خوزستان، یعنی شط العرب، یعنی جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک. حالا شما میفهمید چرا هیچ وقت اسم این کمال دموکرات رو در اون دوران نمیگرن. کمال دموکرات عامل آغاز تثبیت خمینی و قدرت خمینی هست. تا بهانه تشکیل سپاه پاسداران رو به دستشون میده. خوزستان با ارتش عراق تجزیه نمیشه. بعد دو تا پیزوری بدون متن فاقد ملت کردی میتونن کردستانی رو که به دریا راه نداره تجزیه بکنن. درست. که ایده ناسیونالیستی نداره و یک حزب‌های برساخته‌ای که توان ندارن گزارش بدند اینها چه شد که کرد باز شدن. فقط در پس رخدادهایی که منجر به ضعف دولت‌های مختلف میشه، این نیروهای امنیتی رو برای یونیتی و برقراری دولت و تثبیت دولت علم میکنن. تجزیه کجا شد آقای طاها؟ چرا امروز اون در اوج جنگ ایران و عراق و دولت عراقی که کمر اینها رو شکسته تجزیه رو خوزستان مینامند؟ اینا بله. همون دورانی که احیانا کمال دموکرات هم نیروهای مسلح 1-2 هزاری دارن دیگه. درسته. اینا ترس تجزیهشون از کجاست؟ از خوزستان، از اروند رود. اینا رو من نمیگم. آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از کفتارهای سیاسی ایرانی میگه. درسته؟ دوباره برگردیم به قبل و این پاسخ به کرد بازها، ایران بازها، سلطنت طلبها، اعوان و انصار جمهوری اسلامی که بازی پاسداران نیابتی کمال و دموکراتشان را به نام کرد به خرد ما میدهند تحت نام تجزیه طلبی. دوباره برگردیم به قبل. 5 سال نبرد امروز برعکسش در اومده. اگر هدف تجزیه ایران بوده که باز همینم گفته شده خوزستان رو میخواستن بگیرن یا شط العرب رو بگیرن یا جزیره تنب ابو موسی رو بگیرن یا چیزای دیگری، باز در کل اهداف جنگ هر کس هر هدفی این گونه داشته شکست خورد که نتونستن هدفشون رو بگیرن و برگشتن به همون عهدنامه‌ای که پاره کردند، یعنی قرارداد الجزایر که در شروع جنگ پشت تلویزیون به طور رسمی پاره شد. شکست میگه چیزی غیر از اینه که آدم برای یک کاری اقدام بکنه و بعد از 8 سال برگرده و همون کاری که از او فرار کرده بود. حالا همین نگه دار. حالا سوال بزرگ این آقای هاشمی رفسنجانی، ارتش عراق 1 میلیون سرباز داره، هواپیمای میگ 21 23 و 29 داره، تانک تی 72 داره، تجهیزات بسیار پیشرفته در زمان خود، داره با ضربات سنگین تو رو پس میزنه. 2 روز بعد از امضای قطعنامه 598 تا تصرفات اوایل جنگ برمیگرده. این مرتیکه احمق دیوانه چرا با تو صلح میکنه تا تو بهش میگی که به هدف خودش نرسید. اما صدام حسین خودتون میگید مهران، دهلوران و 10,000 کیلومتر مربع از خاک ایران را در ید خود داشت تا سال 69 که به کویت حمله کرد. قسمت‌های بسیار زیادی از شط العرب که تو بهش میگی اروند رود. این که کردی صلح نیست، سیز فایره، آتش بسه. آقای هاشمی رفسنجانی نرسید. او که 2 روز بعد از قطعنامه تا محمره خرمشهر اهواز آمد
تا خطوط مراسلاتی عبادان آمد چطور قدرتش رو نداشت الجزایر رو پس بگیره، عهدنامه الجزایر. این رو یکی باید پاسخ بده، واقعا جدا این یکی باید پاسخ بده. تویی که در مقابل مجاهدین خلق یک گروه 4-5 هزاری مسلحی که آمد تا کرمانشاه آمد، چطور ارتش عراقی نتوانست تا اینجا؟ یه داستان مطرح میشه، یه ارباب بزرگتری پشت شماست که عراق مجبور حرفش رو قبول بکنه. اینجاست که نقش آمریکا در درست کردن حلبچه و تحمیل صلح به صدام حسین برجسته میشه. صدام حسین به همین خاطر صدام حسین دادگاهش طول نکشید، دادگاه نبود. ما در مورد دادگاه صدام حسین حتما حرف میزنیم، مقایسه میکنیم با دادگاه های نورنبرگ. صدام حسین یک نمایش مفتضحی به راه انداختن و با عجله صدام حسین رو اعدام کردن سر 4 تا شیعه دو جیل. 4 تا شیعه دو جیل. نه به حلب رسید، نه به انفال رسید، نه به جنگ ایران و عراق رسید، نرسید. درست. چرا با عجله صدام حسین رو اعدام کردید؟ چرا شیعه های پروکسی تو در عراق این کار رو کردن؟ آقای درست. یاسین رمضان رو کشتید، ببخشید عذر میخوام، ببخشید برزن تکریتی را کشتید، حسن علی مجید را کشتید، بله. همه را کشتید. درست. پس اصلا این چیزی که میگی با عقل جور در نمیاد. تو خودت بعداً اعتراف کردی سال 90 میگی که ما کشته میدیدیم عین برگ خزان، شهرهامون مورد تهدید بود، موشکاش تا تهران رسیده بودن، بعد نرسید به اهداف قطعنامه، ببخشید نرسید به اهداف قرارداد الجزایر. خب نه خنده داره. خب ادامه بدید آقای طاها. شما اینجا نقش آمریکا را قشنگ در تثبیت ایران میفهمید. ادامه بدید. ممکنه کسی بگه نه اینام نبوده هدف اربابا این بوده که انقلاب اسلامی رو مهار کنند، از صدور انقلاب جلوگیری بکنن و انقلاب رو تضعیف بکنن. باید ببینیم این رو آینده نشون خواهد داد که آیا اینا در این هدفشون پیروز شدن یا نه. من میخوام بگم نه. آقای طاها، برای فهم این حرف رفسنجانی داره از آینده میگه ها، از الان نمیگه. الان وضعشون خیلی خرابه، اوضاعشون به هم ریخته، صدام بدجوری فشار آورده، آمریکا صلح رو به صدام تحمیل کرده، وضعیت قشنگی ندارن. درست. حرفای محسن رضایی پخش کن، دقیقه اینو فراموش نکنید، حرفای رفسنجانی رو. سراغ محسن رضایی بریم. محسن رضایی پیرامون نامه‌ای که نوشته ختم به این 598 شده حرف میزنه در دوران متأخر، در همین دهه 90. نظرش جنگی و سلام. شما کوچولوها جمیعاً به بزرگ به حمدالله همتون غیرت شده بود، ولی ایشون نبود. بله دیگه. خب آقای فروتن عرض خدمتتون که اواخر خرداد سال 67 تقریبا 3 هفته پیش از در واقع قبول قطعنامه یک نامه‌ای شما برای حضرت امام می‌نویسید که حضرت امام یک تعبیر عجیبی راجع به اون نامه دارن و ایشون می‌فرمایند این نامه تکان دهنده بود. اولا مفاد این نامه چه بوده و چه چیزی توی اون نامه نوشتید که حضرت امام فرمودن تکان دهنده؟ واقعا الان شوخی میکنن با خمینی، میگن دنیا امامو تکونش نداد، تو چطوری تکونش دادی؟ بعد این محسن رضایی هی سعی میکنه که آب بریزه تو شیر، رقیقش کنه، داستان رو یه جور دیگه تفسیر کنه آقای طاها، اما نمیتونه. چرا؟ چون نمیتونه اون تکانه‌ای که به خمینی داده رو کنه. ظاهرا این چیزایی که توی این نامه میگه تکان خمینی رو نمیده. خمینی هیچ دیگه تکانش نمیده، اما دروغ داره. بله. چون پاسخ خمینی موجوده که این چه چیز خواسته، چقدر تانک خواسته، چقدر ارتش خواسته. حالا ادامه بدید. واقعا
تکان دهنده بوده چیزی؟ امامو تکون داده دیگه. امامی که اول قدرت تکونش نمیدادن این نامه تکونش داده. خب این خوشحالم بالاخره این فرصت پیدا شد، چون این نامه میدونی بحث‌های زیادی پیرامونش صورت گرفته. تا حالا من این نامه رو منتشر نکرده بودم، ولی امشب سطرهاشو میخونیم که انشالله مردم تو جریان قرار بگیره. تا الان هیچگاه ما این نامه رو جایی منتشر نکرده بودم. این سطرهای ناخوانده که اسم برنامه ماست در واقع سطرهای ناخوانده نامه شماست. میخونیم حالا اینو با هم دیگه میخونیم. اولا نوشتن این نامه به این صورت بود که جناب آقای هاشمی رفسنجانی که تقریبا نیمه خرداد جانشین فرمانده کل قوا شدن، میرن خدمت امام. به امام میگن که خب حالا من که مسئولیت قبول کردم و واقعا هم برای ما خیلی مهم بود، چون ما چندین سال بود که دلمون می‌خواست که از مسئولین محکم بیاد وسط و پرچم جنگ رو به دست بگیره. امکانات. سوال بزرگ اینه که چرا از آغاز جنگ، 1 سال بعد از جنگ، 2 سال بعد از جنگ، خمینی پیر مفلوک جانشین فرماندهی کل قوا رو نمیده به رفسنجانی؟ چرا در جایی که دولت ایرانی داره شکست میخوره جانشینی فرمانده کل قوا رو میده به آقای رفسنجانی؟ چرا این کارو میکنه و هیچ وقت دیگه این کارو نمیکنه؟ کی این کارو میکنه تا چهره خمینی رو حفظ بکنه؟ درست. بعد از ماجرای فاجعه جنوساید حلبچه توسط آمریکا، ایران اقمار نیابتیش احزاب کردی و احزاب شیعه عراقی در آفریدن این رعب با کشتار جنازه های کردهای حلبچه و بعد شکست خوردن در فاو، در جزایر مجنون، در گلوگاه دولت عراقی که اینا میگن ما رفتیم در حلبچه به عراق فشار بیاریم، اما فاو رو از دست دادن ظرف 30 ساعت. جزایر مجنون رو از دست دادن. خب حالا ادامه بدید. امکانات کشور هم بتونه با این اختیارات بیاره وارد جنگ بکنه در ایران. آیا هاشمی هم چندین ماه بحث شده بود و حتی خود مقام معظم رهبری هم خدمت امام نامه‌ای می‌نویسن و میگن که بنا به این شرایط بهتره که تمام این تصمیم گیری ها در یه نفر جمع بشه، یه نفر تصمیم بگیره. در کدام شرایط نگه دارن؟ در کدام شرایط؟ در این شرایطی که ما داریم شکسته یک پس از دیگری میخوریم. ببینید ارتش ایران نه جنگیدن بلده نه جنگیده. به همین خاطر خط مقدم نمیتونه تعریف بکنه. به همین خاطر اوایل جنگشون جنگ‌های چریکی نامنظم میکنه که چمران داره میکنه. ارتششون هم نمیتونه این کارو بکنه تا اینکه برادر این رئیس کل ستاد ارتش که من اسمش یادم نیست کی بود، نمیدونم کی، باقری، حسن باقری خودش فکر کنم یا برادرشه نمیدونم. حسن برادرش بود، خودش محمد باقری فکر کنم. حسن باقری که برادر این آقا باشه، جوان باشه، برای اولین بار از تجربیات روزنامه‌های مختلف خارجی برای اینا خط مقدم جبهه تعریف میکنه. برای اولین بار اینا نه در مورد جنگ جهانی اول مطالعه کردن، آقایان ارتشی، ارتش شاهنشاهی 2500 ساله ایرانی، ارتشی که با روسیه میجنگه، شکست هم ظاهرا میخوره، اصلا نمیدونه خط مقدم چیه. این خیلی ارتشی که مستشاران تا باقری این خط رو براشون درست میکنه. حالا اون شرایطی که این بحثا در میگیره چیه؟ اینا دارن چه یکی پس از دیگری شکست میکنن، ارباب آمریکایی به کمکشون میاد با نمایش کذایی از درگیر شدن با ایران. صدام حسین رو میخواد مجبور به وسواط کنه. اوکی؟ ادامه میدیم. میکنم که جناب آقای هاشمی باشه این نامه تقاضای مقام معظم رهبری خدمت امام میره و امام تصمیم میگیره و بالاخره قرار هم بوده حتی اردیبهشت این نامه
در واقع حکم آقای هاشمی بیاد. منتها خود آقای هاشمی مرتب عقب مینداخت تا اینکه دیگه 15 یا 12 خرداد یا 12 خرداد، بله 12 خرداد کم آوردید بگیم جعفر سندشو بگید. نه جعفر که کتاب جنگ رو نوشته دیگه، ایشون تاریخ‌ها رو خوب یادشه بگه، این تاریخ‌ها رو بگه که دقیق بحثا پیش بره. بله این حکم صادر میشه. حکم صادر میشه، آقای هاشمی میره خدمت امام میگه خب حالا من که مسئولیت قبول کردم، ما دو تا راه داریم، یا باید بریم صلح بکنیم یا باید بریم بجنگیم. امام میفرماید که نه، برید بجنگید. آقای هاشمی میگه که خب اگه بجنگیم ما باید خواسته های فرماندهان رو عمل کنیم. امام میگه برید عمل کنید، برید اون چیزی که فرماندهان. ببینید اینجا شما شورتی بازی ها، پشت هم اندازی های دولت ایرانی رو برای مخفی کردن نوکری ایالات متحده آمریکا میبینید. میگه که رفسنجانی رو تبدیل کردن به جانشین فرمانده کل نیروهای نظامی. اوکی؟ میگه به آقا میگه که خب حالا منو کردی جانشین یا معاون خودت، ما دو تا راه داریم، یا به جنگی به صلح کنیم. عجب مردی که تو داری میجنگی آردی، تو رو کردن فرمانده کل جانشین کل فرمانده نیروهای مسلح. یعنی چی میدید بدیهیات رو برای خمینی میگی؟ آقا حالا که من معاونتم، ما یا باید بجنگیم یا صلح کنیم. داره تفره میره، داره نمیخواد. دروغ میگه، داره دروغ میگه. بله اینا اصلا خواستن که ارباب آمریکایی داستان رو براشون درست کرده، حالا دارن این سناریو رو درست میکنن. والا من رفتم به آقا گفتم یا باید بجنگیم یا باید صلح کنیم. آقا گفت نمیجنگیم. یعنی تو که فرمانده جنگ بودی نمیتونستی این حرفا رو بزنی تا حالا به معاونت برسی؟ چرا قبلا از این حرفا نزده بودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ تو این حکم رو گرفتی بصیرتت باز شد. خب یه چیزی یابی بی معناست. حالا میگی که به خمینی گفت، آقا گفت که نه بجنگید. گفت ببین آقا پول نداریم. گفت مالیات ببندید به ناف مردم. گفت باید فرماندهان نظامی یه سری چیز میخوان، گفت بهشون بدید. حالا پلی کنید. فرماندهان میخوان، برید تأمین کنید. آقای هاشمی خدمت امام میگه خب آخه ما که پول نداریم. امام میگه که برید مالیات بگیرید، از مردم مالیات بگیرید. آقای هاشمی میگه که خب نیروهای مردمی الان دیگه مثل قدیم نمیان جبه. امام میگه من دستور جهاد خواهم داد و به مردم میگم که همه برن جبه. آقای هاشمی میگه که خب ما ارز نداریم، دلار نداریم. امام میگه برید برای فکر بکنید، بالاخره شما نفت دارید، چیزای دیگه دارید، برید خودتون برای این یه فکری بکنید. آقای هاشمی که دیگه مطمئن میشه که امام نظرش جنگه و باید بیاد نظر فرماندهان، خواسته های فرماندهان، مایحتاج فرماندهان. خب اینجا کاملا مشخص میشه که با این سناریو سازی هم که میکنن کاملا مشخصه که اینها در اوج ضعف مطلقن. به قول خودشون پول ندارن، بله به قول خودشون ارز ندارن، به قول خودشون مردم به جبهه نمیدن، نیروی انسانی هم ندارن. درست. خود هاشمی رفسنجانی داره اینا رو میگه به خمینی، یه نداریم. بعد حرفاش رو داره دروغ میگه. همین آقا بعدن تو حرفاش یه سری دروغای دیگه میگه. این دروغ کم حافظه است. حالا میگه این باعث شد که این بیاد به ما بگه که بنویسی چی میخواید. میدونید محسن رضایی چی مینویسه؟ محسن رضایی هدف از ادامه جنگ را ساقط کردن صدام حسین و از بین بردن حزب بعث تعریف کنید. هدف آمریکاست. این هدف آمریکاست. این نامه محسن رضایی بسیار مهمه به خاطر اینکه تحلیل بکنید امروز را تا رابطه ایران و آمریکا رو بفهمید. درست. آیتا بله بله
حالا برگرد به رفسنجانی. رفسنجانی پس اینا نه پول داشتن، نه ارز داشتن، نه نیروی انسان. نه پول دارن، نه ارز دارن، نه نیروی انسان. کسی جبهه، کسی دیگه گوشت دم توپ نیست. اینا به زور سربازگیری میکنن، مردم به زور میفرستن جبهه، به گوشت دم توپ میکنن. اوکی؟ بدم بگید. هدفشون ما پیروز شدن یا نه؟ طبق ببینیم گفته های محسن رضایی ادعای رفسنجانی و گفته های خود رفسنجانی در دهه 90 ادعای این که مردم میان جبهه و نیروی انسانی زیاد داریم و قدرت داریم و کلا باطله. اوکی؟ آینده نشون خواهد داد که آیا اینا در این هدفشون پیروز شدن یا نه. من میخوام بگم نه، برعکس شد. اولا تضعیف نشد جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اگر به جنگ کشیده نمیشد هیچ وقت به فکر نمیافتاد که یک نیروی عظیم نظامی. جمهوری اسلامی تضعیف نشد. در کجا تضعیف نشد؟ در منطقه یا در ایران؟ بسیار عالی. جمهوری اسلامی در آغاز تولدش استقرار و تثبیت در جغرافیایی رو که ادعای حکومتش رو میکنه بایستی اتفاق بیفته، نه در منطقه. وقتی شما بگید میخواست جمهوری اسلامی رو حذف بکنه، از ایران میخواست حذف بکنه، دروغ داره میگی. همین جنگ طبق اعتراف خود شما رو تثبیت میکنه. حالا داری فکت‌ها رو میاری. سپاه پاسداران یه غول میشه، ارتش یه غول میشه. علیرغم اینکه زور صدام حسین رو نمیایی، اما زور کی رو میایی؟ این ارتش و سپاه برای کی غول شده؟ برای مردم ایران. توان سرکوب کی رو داره؟ مردم ایران. چه کسی نمیتونه شماها رو تهدید بکنه؟ مردم ایران. کاملا درست. درست. بله این ارتش کاملا. سپاه ظاهرا زور صدام حسین رو نداره دیگه. از زور کی رو داره؟ مردم دیگه، برای مردم. زور مردم رو داره. این که نیاز بود برای تثبیت این حاکمیت. در گرده کی تثبیت شده؟ بر گرده مردم، با مالیات مردم، با بودجه مردم. بسیار عالی. جمهوری اسلامی پس تثبیت نبود، پایه های متزلزل داشت. پس خمینی رهبر کاریزماتیک نبود. خمینی از زمانی که در قم بود تا آمد تهران 3 سال طول کشید. درست. رهبر معنای جنگ تن داد به دولت موقت، تن داد به رفراندوم، تن داد به کلاهبرداری های یکی پس از دیگری، تن داد به همکاری با یک سری از احزاب برساخته جدید تا بتواند که پس از دیگری با کمک جنگ و تناب و بیایید و برید مملکت رو نجات بدید، از کردستان تا دشمن خارجی شما تثبیت شدید. چه کسی صدام حسین را تحریک کرد و الجزایر رو پاره کن؟ کی صدام حسین رو وادار به صلح کرد؟ کی؟ خودش. ارباب. پس این جنگ تو رو تثبیت کرد آقای رفسنجانی. ارتش تو گنده کردی، سپاه تو گنده کردی. خودت بری صراحتاً بگی. برای کی؟ نه برای جنگو. بغدادم نرفتی و صدامو نگرفتی. برای کی گنده کردی؟ برای کی تثبیت شدی؟ برای مردم ایران. برای مردم آن جغرافیای کذایی دولتی شرکتی نیابتی شما که اسمشو گذاشتید ایران. پلی کن. هیچ وقت به فکر نمی افتاد که یک نیروی عظیم نظامی برای پشتیبانی از انقلاب با وسعتی که امروز ما داریم داشته باشه. نه آقای رفسنجانی بیجا کردی. به فکر نمی افتاد نبود. شما ضرورتش رو نداشتی. شما اون سپاه پاسداران غیرقانونی را که در زمان دولت موقت درست کردی با حکم شفاهی، ببین خمینی حکم کتبی نداده، دروغ میگید. شما سپاه پاسداران درست میکنید، بعداً میگید حکم کتبی شورای انقلاب رو میگیرید. عباس دوزانی رفیق دوست محسن رضایی که میرن قم میگن خمینی داشت درس میداد، اومد گفت برید درست کنید. گفتیم ابراهیم یزدی نمیذاره، میگه با دولت موقت درست بکنه. گفت نه برید خودتون درست کنید.
سوال اینه که چرا خمینی که هیچ مقام اجرایی نداره تو قم و قانون مشروطه داره کار میکنه و دولت موقت رو او ایستاده، قانون رو دور میزنه، نخستین قانون شکنه و حکم مکتوب به شما نمیده. چرا حکم مکتوب بهتون نمیده؟ سپاهی ها برن حکم مکتوب خمینی را رو کنن، نرن حکم مکتوب شورای انقلاب رو بیارن. خب شما بهونه میخواستید دیگه، درسته؟ به همین خاطر جنگ کردستان رو درست کردی. اونجا احمد مفتی زاده نامه مینویسه به رئیس پادگان سننده چرا به ما اسلحه نمیدید؟ میگی که نماینده امام نمیذاره، با تو لجه نمیذاره بهت اسلحه بدیم تا با کمول و دموکرات بجنگی، فتنه برپا نشه. کی کمول و دموکرات رو آماده میکنه تحت نام مذاکرات کذایی خودتون؟ کی اونا رو تشویق میکنه پادگان مهاباد رو بگیرند؟ خودتون. کی قاسم لویی که هیچ نیرویی رو نداره بعد از اینکه پادگان مهاباد رو میگیرند، بعد از اینکه بعد از 22 بهمن ایجاد فضای خلأ میکنند، یک سری نیروهای مسلح دست مییابه که تعدادشون هم 3-4 هزار نیست. چطور کنگره 4 که از اینها منشعب میشه آقای غنی بلوریان و ما بقیه طبق اعترافات خود دموکرات ها و تاریخ اکثریت غالب مهابادی ها و شهری ها حزب توده ایه. درست. یعنی به راحتی میتوانستن حزب دموکرات رو و قاسملو رو پاک بکنن. چرا اینهایی که نوکران به قول خودتان حزب توده بودن مثل آقای غنی بلوریان، حزب توده‌ای که میگفت سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید، فرمان نداد به غنی بلوریان قاسملو را کت بسته تحویل بدید؟ چرا قاسملو رو تحویل ندادن؟ چرا تمام جنگ های کذای کمول و دموکرات بی جای نرسید؟ کمول کی متولد شد؟ طبق اعتراف دروغین خودشان میگویند 26 بهمن 57 با کشته شدن محمد حسین کریمی. کمیته های مردمی مسلح جلال طالبانی و صلاح مقتدی با فؤاد مصطفی سلطانی که به بازی کشیدن کموله رو تشکیل دادن. چند ماه نگذشته فؤاد رو کشتن، جلال طالبانی و صلاح مقتدی، تا عبدالله مقتدی را جانشین بکنن. اما این جریان سواد سیاسی نداشت، سواد چپ هم نداشت. این چپول هایی که ظاهرا طبق تاریخ جعلی 47 درست شدن، مجبور شدن برن آقای ژوبین رضانی و دارودسته سهند رو از تهران بیارن برای جنگ ایدئولوژیک با پیکار و با راه کارگر و با چریکای اقلیت. کی کمال رو برساخت؟ هیچ کسی این تاریخ رو نمیگه. خودت هم در اینجا نگفتی اینا تجزیه طلبن، گفتی خوزستان تجزیه طلبیه، شط العرب تجزیه طلبیه، تنب بزرگ و تنب کوچک تجزیه طلبیه. یک قدرت خارجی مثل صدام حسین با ارتش مکانیزه قدرتمندش میتونه تجزیه بکنه، نه 4 تا پیزوی. تجزیه در خوزستان بود، چاهای نفت در خوزستان، پارس جنوبی در امتداد خوزستانه، در دریای خزر، در دریای خلیج فارس. ببخشید رنگ حیاتیتون اینجاست، چرا آدرس اشتباه دادید؟ خب اینجا شما سپاه رو متولد کردید، بعد بهونه می‌خواستی دوباره سپاه رو گنده تر کنید. چه بهونه دیگه می‌خواستی؟ جنگ. خمینی برساخته آمریکا بازوی نظامی نداشت تا تصرف قدرت کند. ارتش اعلام بی‌طرفی کرده بود، هر لحظه میتونست از بی‌طرفی در بیاد. انقلابی پیروز نشده بود، تمام مؤسسات شاه سر جای خودش بود. مجاهدین خلقی که از زندان آزاد شده بود و تمامیتش در زندان بود، چریک‌های فدایی که هر دوتا جنگ شهری کرده بودن، نیروهای سازمانی دهی شده فراهم کردن با اون تاریخی که داشتن. اما تو یک شبکه سازماندهی شده نداشتی، مرتیکه به نام جمهوری اسلامی. تو پاسدارهات با بودجه 180 میلیونی دولت موقت اون ابو موسی اشعری فاسد مهدی بازرگان، مشتی پاپکی دهاتی بی همه چیز رو سپاهی کردید. اینا نه انقلابیان بر علیه شاه بودن، بچه مسلمانی که انقلاب کردن. اینا جیر و خوران تازه به دوران رسیده بودن که شما با پول پاسدارشون کردید.
درسته؟ بله بله. پس حالا به رفسنجانی تو بهانه میخواستی سپاه پاسداران رو بترکونی. چطوری؟ جنگ دشمن خارجی. حالا جنگ نعمت است معنی پیدا میکنه. این جنگ نعمت است از خوناشامی خمینی نیست که خون دوست داره، معنی داره. کاملا درسته. جنگ کاملا درسته آقای تا شما پخش کنید داره بهت میگه سپاه گنده شد ترکید، ما تثبیت شدیم. ما سپاه پاسداران رو در اون روز در حد نیروی امنیتی داخل شهرها تصور میکردن. شما که کمیته ها رو داشتید، ارتش رو شما که کمیته ها رو داشتید، مرتی که کمیته های مردمی رو داشتید در حد نیروهای امنیتی، در صورتی که شهربانی هم بود. چه به سپاه پاسداران داشتید؟ نیروی حافظ جمهوری اسلامی در مقابل کی؟ مگر این جمهوری نبود؟ بله بله، شما ارتش داشتید. اگر در مقابل نیروی تهاجم خارجی شما ارتش داشتید، سپاه پاسداران در مقابل کی ساخت؟ کمیته ها رو داشتن. میگه سپاه در حد نیروهای امنیت شهری بودن. آقا شما مگه کمیته ها رو نداشتید؟ کمیته های مردمی اول انقلاب رو نداشتید؟ یاوه داری میگی، یاوه داری میگی. خمینی بازوی نظامی میخواست تثبیت قدرت بکنه، تبدیل به رهبر بلا منازع بشه. بفرمایید. میکرد و ارتش رو در همون حدی که بود هم ما به رژیم قبل از خودمون اعتراض داشتیم که زیادی پول صرف ارتش شده و ارتش رو وسیع کردن. یعنی اگر جنگ نبود حد اکثر همون ارتش با یه مقداری تصفیه حضور داشت. اما امروز نیروی نظامی جمهوری اسلامی به حق یه قدرت عظیمی است که در کل منطقه نه با وسعتش و نه با امروز یعنی 28 مرداد سال 67 نیروی نظامی جمهوری اسلامی قدرت عظیمی است در منطقه. مرتی که تا 2 هفته قبلش تا خرمشهر اومده ارتش عراق، تا 2 هفته قبلش مجاهدین خلق یک گروه نظامی تا شهر کرمانشاه و دروازه شهر کرمانشاه. من کرمانشاهی ام. اینی که داره میگه چهارزور گردنه ورودی به شهر کرمانشاه از شاهآباد یا اسلام آباد. این شما کرمانشاه رو میبینید تو کرمانشاه، الان شهرک کرمانشاه به اونجا رسید. درست. مردی که تو نیروی عظیم برای چی شدی؟ تو که تو جنگ باختی. خودت الان داری میگی گفتم نه پول داریم نه نیرو داریم نه مردمیت. بس دیگه ما تثبیت شدیم، تمام رقبا رو از صحنه خارج کردیم، تثبیت شدیم. شما تازه بعد از این میایی بختیار رو میکشی، بعد از این میایی فروهرها رو میکشید. درست. بفرمایید. نه با عمقش و نه با تجربهش و نه با ایمانش ما نظیرش رو نداریم و به این زودی هم کشوری تو منطقه نیست که بتونه چنین نیروی نظامی رو با کیفیتی که الان نیروهای مردمی و نظامی رسمی ما دارن بتونه تسلیم بکنه و مخصوصاً با وجود آمدن بسیج چند میلیونی که امروز ما میلیون ها از مردم. شما الان شنیدید محسن رضایی گفت خود این رفسنجانی به خمینی گفته مردم دیگه نمیان تو جبهه. شما این رو شنیدید دیگه نه؟ این به دارم که داری میشنن ما بسیج چند میلیونی داریم. بله جوانامون رزم دیده هستند و
کارآزموده برای نبرد که در هر کوچه‌ای و در هر خانه‌ای، در اکثر خانه‌ها ما یه رزمنده آماده دفاع الان داریم که این نیفتاده بود. ما متکی بودیم به همون اسلحه هایی که از آمریکا و بعضی کشورهای غربی و شرقی داشتیم و وابسته و امروز جمهوری اسلامی در قسمت اعظم امکانات دفاعی خودش خودکفاست. تقریبا همه انواع مهمات لازمه در جنگ رو میتونه بسازه. البته در دوران جنگ چون مصرف خیلی فراوان بود ما از جاهای دیگه میخریدیم، اما الان وقتی که فکر میکنیم تمام مهماتی که در جنگ باید مصرف بشه قدرت ساختش داریم و بسیاری از ابزار. همین ادعا میکنه میگه که چیزی رو ما اصلا نمیفروخت. پتو اینا رو کجا تهیه میکرد؟ موشک‌های کرم ابریشم چینی رو از کجا تهیه میکرد؟ موشک‌های هاک آمریکایی رو از کجا تهیه میکرد؟ خب الان اینجا داره میگه دروغ و کم حافظه است، طرف جوگیر شده داره همینطور میگه. ادامه بده. ابزار جنگ و الان و یکی از نمونه‌هاش موشک‌های بسیار دقیق است که اخیراً هم سپاه ساخته، هم ارتش ساخته و هم جهاد سازندگی. یعنی در 3 نقطه که کار تحقیقات نظامی بوده هر سهشون رسیدن به 3 نوع موشک زمین به زمین قابل توجه که آزمایش هم کردن و قدرت نظامی، یعنی صنایع نظامی که ما در جنگ تهیه کردیم برای خودمون و به اجبار رفتیم به طرفش چیز قابل توجهی است و من شکی ندارم که در آینده در میان کشورهای جهان سوم و مظلوم یکی از تکیه‌گاه‌های اسلحه قدرت تسلیحاتی و صنایع نظامی ایران خواهد بود که در گذشته منحصر بود به. بسیار عالی. من شک ندارم که در آینده در کشورهای جهان سوم یکی از تکیه‌گاه‌های اسلحه برای مردم ما خواهیم بود. راست میگه. کی داره کشتی اسلحه میفرسته به لبنان؟ جمهوری اسلامی. کی داره کشتی اسلحه میفرسته برای یمن؟ جمهوری اسلامی. با حمایت کی؟ با حمایت آمریکا. حالا ما میفهمیم که این آمریکاست. در کجا؟ در حرفای محسن رضایی. بذار این حرفاش ادامه بده بعد حرفای محسن رضایی پلی میکنیم. تازه توهم ضد آمریکایی بودن بعد میره، تازه میفهمی کجا ایستادی، با کی روبرو هستی. پخش کنید. بود یه جای دیگه پیدا شده که به مردم بتونه کمک بکنه، هم در فنون نظامی، هم در آموزش نظامی و هم در بعد از شرق و غرب برای اولین بار یه جای دیگه پیدا شده که به مردم میتونه کمک بکنه، هم در فنون نظامی، بنابراین هم در فنون نظامی. بله. هر گروهی اگر منظورش بود که انقلاب هر گروهی رو که میخوام به ظهور برسونن تا نیت آمریکا رو برای سلطه بیشتر برقرار بکنه، ایران تعلیم میده. ایران به وجود میاره، ایران تعلیم میده. بله. بله. این کنند بیشک باز شکست خوردن، چون تحقیقا ما امروز 100 برابر، صدها برابر از روزی که جنگ شروع شد نیرومندترین و خودشون این رو میدونن و همه هم میدونن. اگر نظر این بود که ضربه اقتصادی بزنن تا حدودی موفقن، منتها اگر قضیه به همین جایی که شده ختم بشه، یعنی بله ما مقدار زیادی در دوران جنگ خسارت دیدیم، البته دشمن ما بیشتر خسارت دیده، برای اینکه الان که جنگ احتمالاً داره تموم میشه عراق با نزدیک 100 میلیارد دلار قرض میاد بیرون و جمهوری اسلامی با همون وضعی که روز جنگ داشت از منابعمون هم کمتر از زمان صلح استفاده کردیم. یعنی در زمان صلح ما مثلا اگر روزی 3 میلیون، یعنی شما امداد غیبی امام زمان میشدید. خداوند
از آسمان لشکر ملائکه براتون میفرستاد. یعنی شما هزینه نکردید. چه شد که شما قرض نکردید؟ صدام قرض کرد. کی بهتون اسلحه مفت میداد از عهده هزینه جنگ برمی‌آمدید؟ با نفت بشکه $8 و $9. آقای رفسنجانی ادامه بده. میلیون بشکه تولید میکردیم از نفت. در زمان جنگ به طور معدل 2,5 میلیون بشکه مثلا ما تولید کردیم به خاطر محدودیت هایی که در صدور نفت و تخریب صنایع نفتیمون داشتیم، نتونستیم از منابعمون برداریم. یعنی بنیه ذخایر ما بیشتر از زمان شروع جنگ، یعنی در وضع بهتری است و شرایط اقتصادیمون از این جهت تخریب نکردیم منابع و ذخایرمون رو، و دشمن ما به خاطر جنگ گرانی که کرد گرفتار این مخارج فوق‌العاده شد که البته ما دلمون نمیخواد عراق هم اینجور بشه، چون اینم مال ملت عراقه، ولی اونها کردن، اونها خودشون به این روز رسیدن. هرچه باشد اگر منظورشون تضعیف اقتصادی بود، بله ما در این 8 سال بسیاری از صنایعمون راکت شد، بسیاری از تولیداتمون در حد مطلوب نبود و کارهایی که صرف جنگ کردیم میتونستیم صرف سازندگی بکنیم. این ضربه رو منتها از نتایجی که از جنگ خواهیم گرفت و گرفتیم انشاءالله در آینده به خوبی میتونیم جبران بکنیم به سازندگی که در مردم ما بوده. از لحاظ روحی به این مردم رو مثل پولاد آبدیده کرده و اینها در مقابل هر فشاری قدرت مقاومت پیدا کردند. این همه چیز رو میتونه جبران بکنه. نظر این بود که بگن نه ما می‌خواستیم جلو صدور انقلاب رو بگیریم و گرفتیم. ما اینو قبول نداریم. اولا که انقلاب که مال یه زمان نیست. اگر جمهوری اسلامی اهل صدور انقلاب باشه از حالا به بعد این کار رو میتونه انجام بده. اونا خیالشون این بود که ما صدور انقلاب رو میخوایم با جنگ، با اشغال یک کشور و با قدرت نظامی انجام بدیم. اگر این بود اشتباه کرده بودن. جدا آقای رفسنجانی، جنگ نیابتی جنگ نیست. حوثی‌ها، فاطمیون، صاحب اهل حق، اتحادیه میهنی، PKK، کماله، دموکرات، اینا نیرو سپاه قدس تو نیستن؟ زینبیون، فاطمیون، اینا هر جایی که رفتن جنگ برپا نکردن. همه حالا چند تا جنگ در این منطقه هست. بشار اسد رو با چی نگه داشتید؟ ماچوبوسه، فرنچکیز، گل سرخ. شما انقلاب صادر میکردید، با کودتا صادر نمیکردید، با نظامیگری صادر نمیکردید. با چه چیز صادر میکردید؟ با سینه زنی برای حسین؟ با قال باقر و قال جعفر؟ با چه چیزی؟ با جنایاتی که در حلبچه کردید؟ با جنازه هایی که به نمایش گذاشتید تا تجزیه شدن؟ چون بچه مسلمان های شیعه کلب حسینی؟ جدا؟ با دلارهای نفتی گروهک های مسلح نساختید؟ با چه ساختید؟ با دعای کمیل، دعای جعفر طیار؟ واقعا؟ یعنی الان به جای فرستادن دلار برای حزب الله شما پرینت میکنید دعای کمیل را در مقیاس 2 میلیونی 3 میلیونی میفرستید، اینا تبدیل به موشک میشن. آیا رفسنجانی کی به شما این قدرت رو داد از این کارا بکنید؟ بعدن کی این قدرت رو به شما داد؟ صد بزرگ صدام حسین در مقابلتون بود، مثل سگ از صدام حسین میترسیدید. کی براتون صدام حسین رو نیوترال کرد تا تو به این نیاتت نرسی؟ نیات صدور انقلابه. اگه اینا میخواستن جلو صدور انقلاب تو رو بگیرن که نبایستی صدام رو از سر کار برمی داشتن، که تو رو کنترل میکردن. صدام هم شما رو ترسونده بود بدجوری. شما به افغانی ها خیلی توهین میکنید.
ولی من تا حالا نشیدم یک جوک برای عراقی‌ها درست بکنید، در صورتی که خیلی از عراقی‌ها کار میکنن تو ایران. چرا افغانی‌ها رو اینقدر تحقیر میکنید در صورتی که افغانی‌ها شوروی رو شکست دادن، آمریکا رو شکست دادن، بریتانیا رو شکست دادن؟ چرا افغانی‌ها رو تحقیر میکنید اما جرئت ندارید عراقی‌ها رو تحقیر کنید؟ چرا مثل سگ از عراقی‌ها می‌ترسید؟ بچه ترسید می‌کردن، بدجوری ترسیدید از عراقی‌ها. آیا شما تا حالا یه جوک شنیدید درباره عراقی‌ها؟ نه اصلا. تا حالا دیدید ایرانی جرأت بکنه به عراقی توهین بکنه؟ اصلا آقای حیدری، من در این چند سال دیدم موج توریسم مذهبی که به طرف قم و اینا میرفتن و اونجا هر کاری هم میکردن، هیچ کسی جرئت نکرد در برابرش. ما یک صحنه ندیدیم بگین یه جایی حمله به یک توریسمیش رو به عرب شد. در صورتی که صدها هزار عراقی در ایران، بله شیعه عراقی قومی، نوکران دولت ایرانی و آمریکا، در بله صورتی که سال 91 به بعد ایران تبدیل شده بود به کانونی برای کارگران عراقی که عراقی رو که در محاصره قرار داده بودن و مردم نون نداشتن بخورن، تا زمان برنامه غذای نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد اینا ایران بودن و یک ایرانی جرئت نداشت به اینا توهین بکنه. خود درست. رفسنجانی جرئت نداره تو این نماز جمعه بر علیه صدام کوچکترین حرف بزنه. ما نگرانیم که ملت عراق هم دچار مشکل شدن، جرئت نداره یک کلمه به صدام حرفی بزنه، کاملا جرئت درست. نداره رژیم بعثی و صدام بعثی بگه. فهمیدم از جمعه بعد از خسارات انسانی 1 میلیونی که به مردم ایران زد جرئت نداره. درست. خب لولوی صدام حسین رو که تو رو ترسونده بود چرا نیوترال کردن جلو صدور انقلابت رو بگیرن؟ حالا تو یه شیعه خار شدی افتادی به جون منطقه. کی تو رو خار کرده؟ حالا ببین می‌رسیم کی اینا رو خار کرده. آیتا ادامه بده. اصلا ما چنین چیزی رو انقلاب نمیدونیم. اونجایی که با کودتا یا با اشغال سرزمین یه فکری تحمیل بشه، این که پیروزی نیست، مثل پیروزی یزید. این پیروزی مردی که تو برای آنچه که انقلاب 57 مینامی هیچ تبیین نظری نداری، مردی که چطور میخوای انقلاب بکنی در کشور دیگه؟ تو چی؟ تو سوسیالیسمی، تو لیبرالیسمی، تو فاشیسمی؟ بیا یه کارل شمیت از خودت رو کن، یه جان لاک از خودت رو کن، یه مارکس از خودت رو کن. کی با جعفر طیار با امام جعفر صادق آل باقر تو میخوای بری انقلاب بکنی؟ جدا تو خودت هنوز بعد 43 سال نمیتونی بگی که انقلاب اسلامی یعنی چه؟ نمیتونی بگی یعنی چه؟ نه چطور اینو صدور میکنی؟ این یاوه‌گویی ها در عمل داستانی میشه که ما در سالهای بعد میبینیم. در سالهای بعد حالا میبینی هیکل عروبه صدام حسین ترس رو در دل که انداخته بود. جهان عرب از اقیانوس آرام تا اقیانوس هند، تمامیت اکثریت دریای مدیترانه با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر و درآمد سرانه 11,000 دلار در حال حاضر. خیلی خوفناکه برای بریتانیا، خیلی خوفناکه. و همین خاطر بایستی یه مشت پیزوری کشور عربی درست بکنن به نام قطر و امارات و بحرین و کویت و سوریه و اردن و اردن بودگی یعنی چه؟ هیچ. سوری بودگی یعنی چه؟ هیچ. عراقی بودگی یعنی چه؟ یعنی هیچ. شما کشور دیدید به اسم خاندان نامگذاری بشه؟ سعودی عربیا؟ عجب. این چیه؟ ملک تلک خاندان سعودیه؟ این کشور طویله است،
چین؟ چون داره نفت میفروشه، چون یه سری کالا خریده. این کشوره. عجب. شما اصلا تونستید بحث اشتراکی را و اندیشه بحث اشتراکی را نقد بکنید و نقد میکردید. طول شیعه های صدری و بدریتون چه نقد کردن؟ چطوری میخواستید حزب بحث عراقی را زمین بزنید؟ به هیچ شیوهی. کی فرقه گرایی رو به خاورمیانه آورد؟ آمریکا. با کی؟ با شما. کی شیعه سنی بازی؟ شما. دولت شیعه ایرانی جمهوری اسلامی. برای زدن کی؟ برای زدن ناسیونالیسم عربی. بفرمایید. ما امروز 100 برابر، صدها برابر از روزی که جنگ شروع شد نیرومندترین و خودتون این رو میدونن. ما کیه؟ ما رفسنجانی خمینی دولت شیعه ایرانیه. در مقابل کی نیرومندترن؟ مردم ایران. ما دیدیم در مقابل صدام حسین یه موشه. آمریکا به فریادشون رسیده تا صدام حسین صلح کنه. و چون مصالحه مردم حلبچه کرد. تا برابر نیرومندتر و در مقابل کی رفسنجانی؟ کی؟ مردم. بله بله ما دیدیم تو همین چند وقت پیش هم دیدیم که طالبان چجوری سربازش رو میگیره تغییر میکنه و هیچ اصلا عملی نمیتونن. تعاون رو ولش کن. به اینجا بچسب. محسن رضایی گفت اینا نه پول داشتن نه ارز داشتن نه نیرو داشتن، هیچ نداشتن. درست. داره میگه ما صدها برابر قدرتمندتریم. در مقابل کی؟ خب برای چی صلح میکنی مرتیکه؟ تو که قدرتمندی برای چی صلح میکنی؟ نه ما یه دلایلی داریم الان نمیگیم، دشمن سوء استفاده میکنه بعدن میگیم. بعدن که گفت مثل برگ خزان ازمون میکشتن، موشکاشون به تهران رسیده بود. تو در مقابل کی اینقدر گونده شدی رفسنجانی؟ در مقابل مردم زمین ما که فاسد کردید. مردم ما با ایرانیت و با تشیع ارباب آمریکایی یهودی مسیحی فاسد کرد. مردم ادامه بده آقای اتهام. اگر نظر این بود که ضربه اقتصادی بزنن تا حدودی موفقند، منتها اگر قضیه به همین جایی شده ختم بشه، یعنی بله ما مقدار زیادی در دوران جنگ خسارت، الان که جنگ احتمالاً داره ارز میاد بیرون و جمهوری اسلامی تابعمون هم کمتر از زمان صلح استفاده کردیم. یعنی در زمان صلح ما ان شاء الله در آینده به خوبی میتونیم یزید این پیروزی این است که فکر انقلاب در میان ملت ها و انسان های شایسته فکر نفوذ پیدا بکنه و جنگ این رو تسریع کرده. همه دنیا فهمید جمهوری اسلامی تنها به روی پای خودش در 8 سال در مقابل قدرت استکبار شرق که با نهایت پررویی عراق رو تسلیح میکرد و در مقابل قدرت استکبار غرب. ببین آقای شیعه مظلوم نمای یهودی باز، شما بایستی چهره یهودی شیعه خودتون ارائه میدادید. شما تا دهه 70 که هار نشده بودید تمام، داستانتون از کربلا فقط حسین بود. شما از دهه 70 به بعد اواخر دهه 70 هار شدید، مختار ثقفی ساختید. هنوزم که هنوز هر سال مختار ثقفی پخش میکنید، کار به جایی رسیده مردم مختار رو نصیحت میکنن از کوچه‌های پشت کوفه حمله کن تا نکشنه. اینقدر تکرار شده داستان.
ماجرای مختار ثقفی که قاتلان حسین را میکشند. شما یک تنه در افتادید با جهان. یا این نمایش رو براتون درست کردن تا انحصار دشمنی با آمریکا و اسرائیل رو به شما بدن، نه به عرب‌ها. ماجرای عرب‌ها و یهودی‌ها را تبدیل کردن به ماجرا، مسلمانان و یهودی‌ها را تبدیل کردن به عرب‌ها و یهودی‌ها. بعد یواش یواش کوچک کردن فلسطینی‌ها و یهودی‌ها و انحصار این دشمنی را به طور شیعه ایران آریایی به دادن. تو تا حالا یه موشک طرف اسرائیل شلیک نکردی. تو خودت احمد متوسلیان رو کشتی در نمایشی که برای حمله اسرائیل به لبنان اتفاق افتاد بعد از ماجرای فتح خرمشهر. ادامه بده. غرب که در نهایت پررویی عراق رو از لحاظ تبلیغات و از لحاظ اموال و امکانات و شیمیایی و بمب‌های لیزری که فرانسه میداد عراق رو تجهیز میکرد و در مقابل قدرت جهنمی ارتجاع که از اقیانوس‌های نفت بر میداشت و عراق رو تغذیه مالی میکرد و در مقابل تهاجم عظیم امپریالیسم خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی یکه و مظلومانه و مقتدرانه جنگید و این چیزی است که دنیا فهمیده با همه وجودش لمس. اینو بگی مرتی که عراق 17 میلیون بود، 16 میلیون بود، تو 35 میلیون بودی. خاک عراق نصف خاک تو نبود، 1/3 خاک تو نبود. عربستان پیزوری که تو داری ازش میگی بر دنیایی از نفت ایستاده بود. ارتجاع مرتجع اولا او وهابی، تو شیعه اثناعشرید. او به عربستان سعودی و اسلام چسبیده، تو به جعفر طیار و کلب حسین برت چسبیده. او از مخازن نفت جنوب عربستان و دریای و خلیج فارس داره استخراج میکنه. تو هم از خلیج فارس داشتی استخراج میکردی یا از عربستان یا خوزستان یا مسجد سلیمان داشتی استخراج میکردی. چه برتری درش بود؟ تو به نام شیعه هرچی پاپتی جعفر طیاری از دنیا آوردی و در سپاه خودت قرار دادی. من جمله قسمت اعظمی از شیعیان بصره، نجف، کربلا و بغداد رو به اونجا کشیدی. از دار و دسته حکیم گرفته تا سپاهیان بدر تا اونایی که امروز مثل نوری مالکی حاکمان عراق نوین آمریکای ایرانی شما هستند. تو اینا رو نمیبینی. تو سوزن رو، تو جوالدوز رو تو چشم خودت نمیبینی، ولی سوزن رو تو چشم عراق و آمریکا برای ببخشید عراق و صدام حسین میدیدی و میخوای ببینی. تا چهره مظلوم شیعه از خودت نشون بدی. نه جنگ رو بردی، نه اهل جنگ بودی، نه توانش رو داشتی، باختی داستان رو. بعد حالا هم داری زجمویه میکنی، عربده میکشی، مظلوم نمایی میکنی، طرحهای آیندت داری میگی. چطوری تو اینها را اینطوری علنی داری میگی اومدن منو زمین بزنن نتونستم ولی صدام حسین رو برداشتن تا تو بتونی این کارها رو بکنی. بعدن صدام حسین که از کنار از برداشته شد تو هار شد. تا صدام بود، حتی صدامی که مفلوک شده بود، صدامی که نیوترال شده بود، تو مثل سگ صدام می‌ترسیدی. بفرمایید آقای تو. کرده اگر بناست قدرت جمهوری اسلامی در دنیا جلوه بکنه، این جلوه میکنه که در شرایطی که ما با همه امکاناتمون در جبهه عراق میجنگیدیم حاضر نبودیم باج به امریکا بدیم، با او حرف بزنیم و حاضر نبودیم باج به شوروی بدیم، در افغانستان یک گام کوتاه بیاییم و حاضر نبودیم هیچ وقت روی اهدافمون و آرمانهای انقلابمون معامله کنیم. انقلاب اینجوری صادر میشه. مثل امروز سگ داری دروغ میگی، مثل سگ
داری دروغ میگی. یک قلمش ماجرای ایران گیتی بود که خودت انجام دادی. مثل سگ داری دروغ میگی. داره حرف مفت میزنه. شیعه بازی، پروپاگاندا، تبلیغات در اوج بچه پرویی که آمریکا نجاتش داده و آمریکا اینا رو سر کار نهاده و داره تقویت میکنه. آیه تاها حالا حرفای محسن رضایی رو پخش کن تا من بگم این داتا الاتی که رفسنجانی داره میگه اونجا یعنی چه و چطور آمریکا اینها رو نجات داد و چطور حلبچه رو وجه المصالحه کردن و خون حلبچه‌ای ها تا ابدالآباد بر دامن دولت یهودی ایرانی شیعه اثناعشری هست. ما هم شیعه را به دادگاه میکشیم هم دولت ایران. اینا فکر نکنن ما اون توانی را که یهودی ها داشتن در ماجرای آشویتس نداریم. من این رو ابدی میکنم و تک تک شماها بایستی بابتش تاوان بدید. تو ایالات متحده آمریکا و تمام اونهایی که این پلان رو بر علیه مردم این سرزمین به کار بردن و بعد داستان رو منحرف کردن. انحرافی که داده اید از جرمی که کردید بزرگتره. پخش کن حرفای محسن رضایی رو تا به خانش چیز میرسه، نامه میرسه. مایحتاج فرماندان رو تعیین کنن، ایشون میاد در باختران. اون موقع ما کرمانشاه بود. ببرید رو خانش نامه که داره نامه رو میخونه. باختران اون موقع ما کرمانشاه میگه من بودم. آقای شمعی ایتون رو مطرح کنید، احتیاجات شما رو باید. خب اصلا اجازه بده بخونم. اینی شده و این یکی از نامه‌های مهمی است که نشون میده فرماندهان جنگ چگونه در برآورد حوادث آینده از یک منطق خوبی برخوردار بودند. دقیقاً توی این نامه من نوشتم که سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی جانشین محترم فرماندهی کل قوا، پس عنوان به این صورت با توجه به عجله‌ای که همین نگه دار. برای ارائه طرح همین نگه دار. محسن رضایی در این حرف ادعا میکنه که ما دارای بصیرت بودیم، میخواندیم بازی را. من حتی پیش بینی کردم حمله مرصاد رو، پیش بینی کردم فلان داستان رو. مرتی که تو اینقدر اهل تحلیل و تشخیص بودی، چطور تشخیص ندادی حلبچه رو بگیری فاو رو از دست میدی؟ چطور نتونستی تشخیص بدی وقتی تو نیروهات رو میاری و تمرکز رو میبری در حلبچه هیچ اهمیت سیاسی، استراتژیک و اقتصادی نداره؟ فاو رو که گلوگاه عراق، جزایر مجنون رو که گلوگاه عراق از دست خواهی داد. اینو باور بکنیم یا اون یکی رو. تو که بهتر بود بگی که یه مشت احمق بودی تا ما میگفتیم خب اینا یه مشت احمق بودن. یه روز سردار سپاه اومده بود تو کلاب هاوس ما میگفت جنگ ناگفته ها دارد. چطور ناگفته ها دارد؟ چرا شما تو تریبون ما حضور پیدا نمی‌کنید؟ فکر می‌کنید جر میرید ما نمیتونیم شما رو محاکمه کنیم؟ ما این تاریخ کثیفتون رو محاکمه می‌کنیم. چطور در عصر معاصر این همه دروغ دارید میگید کسی نمیدونه حقیقت چیه تا ما تحلیل می‌کنیم و ادعا می‌کنید تاریخ 2500 سالتون مولای درزش نمیره. ادامه بدید بذار صحبت کنم. توسعه نیروهای مسلح مد نظر بود، کلیات این طرح رو تقدیم میکنیم که ایشون 2 بار تماس گرفتن تلفنی که چرا تأخیر شده، قرار بود نامه رو زودتر به من بدید، من میخوام جلسات رو با کسانی که امکانات رو تهیه کنن من بذارم. در حقیقت بعد در نامه نوشتم که انگیزه آمریکا و شوروی و صدام و حزب بعث علیه انقلاب اسلامی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با رشد بیداری اسلامی در جهان مشکلات سیاسی ابرقدرت‌ها بیشتر از گذشته شده. این بار دنیا با بازوی صدام، منافقین داخلی
و خارجی و پایگاه‌های سیاسی خود در داخل کشور ما قوی‌تر از گذشته به جنگ خلیج فارس ادامه خواهند داد. این داریم تصویر میکنیم که ما متناسب با چی میخوایم امکانات ارائه کنیم. میگیم که این جنگ رو اونها با شدت در خلیج فارس ادامه خواهند داد. تنها تغییر توسعه جنگ زمینی مرزهای غربی به جنگ خلیج فارس که شامل تنگی هرمز و خلیج فارس هم می باشد شده است. چون یه سال بود که دیگه ما تنها در زمین نمی جنگیدیم، جنگ به حوزه خلیج فارس. همین نگرده ادعا میکنه 1500 کیلومتر مرز دریایی هم اضافه شده به مرز جنگ. اوکی. اینا در نهایت ضعف مطلقاً. ایالات متحده آمریکا خودش در همین گفته ها میگه که تازه این امکاناتی رو که گفتم در مقابل امکانات آمریکا چماقه. اوکی. ایالات متحده آمریکایی که تو میگی مستقیم وارد جنگ با تو شده چرا تو رو فتح نمیکنه؟ چرا تا حالا تو داری زاق و زوق میکنی و گردن کشی میکنی، از صبحگاه لبنانی ها گرفته تا زهران عربستان سعودی دخالت میکنی، به ظاهر داری نیروی آمریکایی میکشی، ولی تو کسی نمیاد فتحت بکنه در اوج ضعفی که داری از لحاظ نظامی. اما صدام حسین رو در اوج قدرت نظامی خودش با 1 میلیون سرباز در کویت مورد حمله نظامی تمام عیار قرار میدن، یعنی زمینی، هوایی، دریایی. چطور این حمله رو بتون نمی‌کنی؟ توی که خطرناکی براشون. خطر صدام چه بود؟ کویت رو گرفته بود. تو اسلامی، تو میگی خطر اسلامگرایی جهان رو گرفته بود. آمریکا و شوروی ترسیده بودن. زدن هیتلری که شما باشید مهمتر بود. ببینید همین غرب با استالین کمونیست بر علیه هیتلر متحد شد، متفق شد. چطور اینا با صدام حسین متفق نشدن بر علیه تهدید خطرناک اسلام سیاسی شما، صدور انقلابتان؟ چطور این مرز هنوز هست؟ آمریکا هنوز با ناوهاش هست، اما تو 4 تا پاسدار و 2 تا قایق تندرو ادعا میکنی نیروی آمریکایی دستگیر میکنی و نمایش میدی و آمریکایی به تو کردیت میده، توی گنده تر و فربه‌تر میشی. لولوی مثل تو رو هوا کرده آمریکا. چطوری ونزوئلا در خلال چند سال ورشکست میشه؟ تو 40 سال تحریمی ورشکست نمیشی. میگیم 500,000 بشکه نفت میفروشی، 5 میلیون بیشتر هم میفروشی، کسی نمیگه کجا میفروشی، به کی میفروشی. چطور این مملکت داری اداره میکنی؟ ادامه میده تو. فارس کشیده شده بود، یعنی عرض جبهه ما که 1300 کیلومتر بود 1500-600 کیلومتر دیگه هم در دریا بهش اضافه شد. لذا اگر تا سال مثلا هفتم جنگ، بله مثلا تا سال ششم هفتم جنگ ما در 1300 کیلومتر می جنگیدیم، حالا این سال آخر 1500 کیلومتر دیگه هم به این اضافه شده بود در یک عرض تقریبا دریایی و زمینی 2800 کیلومتر حالا دیگه می جنگیدیم. برتری مطلق برتری مطلق عراق. بله کاملا. های نفت که آمریکایی‌ها حمله کردن به سکوهای نفتی تا حتی آسمان بالای سر خلیج فارس که هواپیمای ما را بعد از این نامه میزنن، یعنی چند روز بعد از این نامه هواپیمای ما را میزنن. قبلش به سکوهای نفتی در حقیقت حمله کرده بودن. تا میایم در منطقه جنگ زمینی که از این هواپیمای ایرباس زدن در امتداد حلبچه، این هواپیمای اوکراینیه که خودشون زدن. اینا هر وقتی میخوان یه تحول درست بکنن از این نمایش ها و شامورتی بازی ها و سکوی نفت زدیم و کشتی آمریکایی رو غرق کردیم و وای و ما خیلی قدرتمندیم و تهش هم دارن حرف میزنن ما این مشت بدبخت مفلوک فاسد یه قدرتی. این همون سناریو داره تکرار میشه.
آخرین نقطه شمالی تا خود دهنه فاو در حقیقت یا اروندرود جنگ زمینی ادامه داشته. پس جنگ توسعه پیدا کرده و خواهد کرد. علنی شدن روابط پشت پرده جنگ جدیت حامیان صدام را نشان میدهد. یعنی اینجا اشاره به اخبار اطلاعاتی است که رابطه آمریکایی ها با عراق و دیگران به شدت تقویت شده بود که حتی به کلی سری ترین اطلاعات رو منتقل می‌کردند و این نشون میده که به همین دلیل به دخالت مستقیم در جنگ ادامه میدن. یعنی آمریکایی‌ها ادامه خواهند داد. جنگ سوم، حالا این 2/4/67 جنگ سوم به زودی بین ما و عراق آغاز می‌گردد که بعدش حمله به جزایر. آره، یعنی 2 روز بعد از این ماشین جنگی را میفته. گرچه ما شعار تداوم جنگ را میدهیم، یعنی جنگ سوم به زودی بین ما و عراق آغاز می‌گردد، گرچه ما شعار تداوم جنگ را میدهیم، اما بنابر به دلایل بسیاری به نظر میرسد باز هم آغاز کننده عراق خواهد بود که پس از پایان جنگ دوم که همکنون جاری است، همزمان خود را به عنوان بازوی اجرایی جهانی در برقراری امنیت و صلح منطقه‌ای. اما من نمی‌فهمم جنگ سوم یعنی چه؟ یعنی شما این مدت جنگ نکردید، مقطعی جنگ کردید آتش بس بوده، مقطعی جنگ کردید آتش بس بوده، بعد شده جنگ دو، جنگ سوم. میگه علیرغم اینکه ما میگیم که جنگ رو باید ادامه بدیم، اما صدام داره جنگ رو شروع میکنه. یعنی شما نمی‌جنگید الان؟ جنگ نیست الان این دوره‌ای که تو در اینا رو می‌نویسی جنگ نیست، صلح، آتش بسه. لا تا الان چی داری میگی؟ چطور تو شما تداوم میدی صدام جنگ رو آغاز میکنه؟ جنگ مگه آغاز نشده سال 58؟ منظورش اینه صدام جنگ اول آغاز کرد، جنگ دوم را ما بعد از اینکه صدام ادعا کرد که صلح میکنه ما ادامه دادیم، ولی الان که ما ادامه دادیم الان عملا صدام داره از جنگ ادامه میده. این ما توان ادامهش رو نداریم دیگه. بسیار عالی. حداقل شما یه مضمونی به این دادید. خب اینه که دارن تداوم میدن، چطوری صدام آغاز میکنه دوباره؟ خب الان اینو داره میگه من ما دیگه چون عملا ما فقط داریم ادعا میکنیم که ما داریم جنگ رو ادامه میده، عملا داره صدام داره جنگ رو ادامه میده. یعنی عملا صدام دست بالا رو داره، ما فقط ادعا میکنیم. خب ادامه میدیم. معرفی خواهد نبود. اون موقع کنفرانسی در بغداد بود که روی در اون کنفرانس یک عکس کبوتری رو صدام به عنوان صلح نوشته بود. امروز علیرغم نوشتن عدد 598 بر قلب تصویر کبوتری که بر سر در کنفرانس صلح بغداد ترسیم شده، جنگ سوم رو به قصد تصرف خرمشهر، آبادان، مهران، دهلوران، قصر شیرین و ایجاد ناامنی در کردستان و که تمام اینا بعد اتفاق میفته. یعنی ستاد ارتش ایران در مهران فتح میشه. افتضاح کامل نیروهای نظامی. ستاد کل ارتش در مهران فتح میشه. بله. اینجا نامه خیلی تکون دهنده از واقعا. نامه تکان خورده فعلا. اجازه بدید. شرایطی که من اینجا نوشتم بعدش به اکثر اینجاها در حقیقت حمله میشه و فعال کردن بحران‌های اجتماعی و مقاصدی به دست منافقین. حالا جالبه، و مقاصدی به دست منافقین تو پرانتز که هنوز برنامه‌های آنها برای ما روشن نشده. یعنی ما گرفتیم که منافقین یه عملیاتی میخوان بکنن، اما واقعا نمیدونستیم نقطه ورود آیا سرپل زاهابه به سمت قصر شیرین یا از مهران میخوان مثلا بیان به نقطه دیگه برسن یا از منطقه مریوان و بانه. من برای خودم این سه تا تصور رو داشتم، هم بانه رو فکر میکردن اینا از اونجا بیان از ورود کنن بیان به سمت تهران، یا از سرپل زاهاب حرکت فکر میکردن. تهران رو فکر نمیکردن ولی یه عمق زیادی رو فکر میکردن. بله. من فکر نمی‌کردم تهران رو بگیرن، اما یه عمق زیادی رو فکر میکردم که میگیرن. خب نشانه ضعف دیگه. تو هیچی نیستی. مجاهدین خلق مگه بیشتر از 10,000 نفر بودن؟ تو با این
طلوپی که رفسنجانی میگه لشکرمون گنده است و سپاهمون گنده است، ارتشمون گنده است، چطوری از گروه 10,000 نفری مجاهدین خلق می‌ترسیم؟ پیش بینی هم کرده بود تا تهران رو فتح میکنه. حالا بله. کی همکاری کرد شما مجاهدین رو زمین بزنید؟ چه اشتباهاتی کردن که نتوانستن و تا در دهانه کرمانشاه آمدن؟ بمانم ادام بدارید. چون بچه اطلاعات میگن ما میدونستیم که منافقین احتمال داره تو سالگرد آغاز جنگ یعنی 31 شهریور حمله بکنن. نه این بیشتر ذهن خود من بوده، نه تحلیل. ببینید ما در جنگ دو نوع بحث داریم، یکی تحلیل اطلاعات، یکی تشخیص. من 70% جنگ رو با تشخیص اداره کردم نه با اطلاعات، چون اصلا اطلاعاتی ما نداشتیم، اطلاعات استراتژیک نداشتیم، ولی که با تشخیصی که از سری علائم از صحنه نبرد میگرفتم و خودم رو جای دشمن میذاشتم که ببینم اگر حالا ما جای اون بودیم چه کار میکرد، لذا یه تشخیصی میرسیدم، بر اساس اون تشخیص پیش بینی می‌کردم. بچه اطلاعات الان SMS میدن که نه ما کار میکردیم. این یعنی فاجعه آقای حیدری. هر جنرال نظامی بیاد تو تلویزیون هستی حرفی بزنه باید فکر میکنم باید اعدامش بکنن. بعد با این تجربه که این داره از کشتارهای 20,000 نفری که مثلا 20,000 نفر رو یه جا به قتلگاه میفرستاده با این تشخیصاش. من لازم نه کار میکردم، نه کار میکردم. من منظورم اطلاعات راهبردیه، اطلاعات تاکتیکی. ما بهترین اطلاعات تاکتیکی رو داشتیم، اطلاعات عملیاتی ما خیلی خوب بود، اما اطلاعاتی از داخل خود اتاق جنگ صدام ما نداشتیم که اینا نشستن دیروز با مسعود رجوی چه تصمیمی گرفتن در حمله منافقین. اینو ما نداشتیم، یعنی ما از یه رده به عمق عراق دیگه اطلاعات نداشتیم. یک جنس از اطلاعات وجود داشت در مورد شخصیت فرماندهان عراقی، شخصیت صدام، اینا احتمالاً کمک می‌کرد بهتون. بله چرا، اینا هم مؤثر بود، اینا بی تاثیر نبود. بعد حالا اینا رو توضیح میدم چون یه مقدار شما یه سری اطلاعات از شخصیت آدم ها داشتید، اینا تاثیر نداشت. چرا؟ نه بخاطر من بهت میگم که هر کسی رو که اینجا به نام سران اپوزیسیون و سران حزبی میکنن یه مشت بی پدر و مادر ضعیف و نفس سست عنصرن که اینها روانشناس دارن، میان طرف رو میخونن، میدونن این ضعفش کجاست، مشکلاتش کجاست. چرا اینا با ما طرف نمیشن؟ تا حالا 10 تا کارشناس روانشناسی گذاشتن رو دیبیت ما. من بهت نمیگم علی خامنه یه آدم ترسوی دوغوی کلاه برداره بی‌تباره. تمام این اطلاعاتی اینطوریه، تمام این سپاهی اینطوریه. خود این محسن رضایی این از همشون بی بطه تره. تحلیل شخصیتی بکنید. این مش ترسوی کلاه بردار فاسد برساخته کارمند در حد قبول این حرفا نیست. خودشان داره میگه اینا اعتراف به اون شخصیت نداشته است دیگه. شما چهره صدام حسین رو نگاه بکن، شما کاملا یک عرب مغرور رو دارید میبینید که با این عرب مغرور میشه حرف زد. شما رو در حرفای جلال طالبانی میتونی بفهمی، حتی در زمانی که با صدام حسین دشمنی میتونی بهش نامه بنویسی و ازش تقاضا بکنی. تو برو با این یهودزاده های بیشرف ایرانی حرف بزن. این فاحشه خودشونو مخفی میکنن. درست. تمام مذاکرات که با این سران برساخته داشت میکرد تمامش آشکارا باشون عکس میگرفت، پخش میکرد. صدام حسین هیچ ابایی هم نداشت. نه. مقدار طول میکشه. بعد میگم که بزرگترین خطری که ما رو تهدید میکند حجم این توطئه‌ها نیست، بلکه بالعکس همه این توطئه‌ها میتواند رحمتی برای انقلاب و ملت ما باشد. دفاع از شخصیت، هویت و ملیت بزرگترین انگیزه برای ساماندهی و وحدت و انسجام نیروهای ملت ماست، مشروط بر اینکه از جمله شرایط آن اختیار دادن به نیروهای حزب اللهی، تحول در سیستم اداری کشور و عقیده یافتن بر سقوط صدام و حزب بعث در مدت زمان باقی مانده باشه. بسیار عالی. اینو من میگم. بعد میگم هدف اصلی این جنگ
نابودی صدام حسین و حزب بعث اشتراکی عراق، نه سوریه، که با سوریه بسیار متضاد و مخالفه. هدف این جنگ چه بود که آمریکا برپا کرد؟ میخواست صدام رو از بین ببره، حزب بعث رو از بین ببره. با کی؟ هم تثبیت قدرت خمینی را بکند، هم با خمینی این کار را بکند. با شیعیان عراقی و تکلیف رو مشخص کند. دولت ایرانی و ایالات متحده آمریکا نتوانست این کار را بکند. هدف از این جنگ چه بود؟ هدف از این جنگ چه بود آقای تا؟ نابودی صدام حسین، بعث عراقی. یعنی حزبی که ایده عروبه و ناسیونالیسم عربی و پن عربیزم را دارد، باید این از بین بره. اوکی؟ خب حالا ادامه میده، در اونجا میگه هدف چیه. تا من حرفام ادامه بدم و این آخرین قسمت خواهد بود از تحلیل این فایل های درازدامن و سعی میکنیم در جلسات دیگه بقیه فایل ها رو تحلیل کنیم. بعد میگم اما طرح اصولی ما برای جنگ رو تقدیم میکنیم و مطمئن هم نیستیم که مسئولین این طرح رو عمل کنند. اگر خوشبینانه هم بنگریم ضعیف عمل میکنند که حداقل خسارات تأخیر است. الف، هدف نبرد باید انهدام صدام و حزب بعث عراق باشد. بسیار عالی. نامه رو ننوشتیم برای اینکه این نامه که خمینی رو تکان میده، تکانش داده، این کلن داره آب توش میبنده، خودشو قهرمان میکنه به نام ایران و ایران بازی. اما اینه که ما قدرت نداریم، ما نیرو نداریم، ما هیچی نداریم، ما نمیتونیم چیکاری بکنیم. اما میگه هدف از بین بردن صدام و حزب بعثه. آقای محسن رضایی، این رو یاسر عرفات به سران جمهوری اسلامی میگه اگه آمریکا بهتون اجازه داده و این سودا رو داده که سرباز ایرانی پا در بغداد میذاره، زهی خیال باطل، کشورهای عربی تحمل نمیکنن. ایران نمیتونه این کارو بکنه. آمریکا صدام حسین رو بهش فشار میاره، حلبچه رو بچه مصالحه میکنن تا تو آبرومندانه از این جنگ بیای و برد نکنن تو ایران. از جا برد نکنن خمینی آمریکایی تو. اوکی؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ کی صدام حسین رو برمیداره که هدف جمهوری اسلامی و حزب بعث رو؟ چه کسی صدام حسین و حزب بعث رو از بین میبره تا؟ آمریکا. عراق الان دست کیه؟ ایران. دست ایران. کی در بغداد حاکمه؟ نوری المالکی. بله. کی در بغداد حاکمه؟ عمار حکیم، قیس خزعلی کتائب اهل حق. کی؟ هادی عامری. کی حاکمه در عراق امروز؟ مسعود بارزان، فرزندان جلال طالبان، پراکسی های دولت ایران. آمریکا چرا رفت 1 میلیون کشته از عراقی ها گرفت؟ عراق رو به قهقرا فرستاد، جنگلی از عراق ساخت. چرا رفت این کارو کرد؟ برای کی این کارو کرد؟ هدف جنگ چه بود؟ نابودی صدام حسین و حزب بعث و سلطه. چرا؟ دولت ایرانی بر عراق. چرا؟ چون صدام حسین خوشتیپ نبود، صدام رخیص بود. چه بود صدام حسین؟ خمینی زشتر بود، این تریاکی های دولت ایرانی زشتر بود، نامرد بود. چون صدام حسین آخرین هیکل عروبه بود. حلبچه هم به پاش نوشتن، ماسمالی کردن آمریکا و اروپا و ایران. درست. پس ما دیدیم با این دادگاهی که برقرار کردیم، آمریکایی بودن دولت ایران ثابت شد. روند قضایای بعدی اهدافی را که در سال 67 بهش نیل پیدا کرده بودند متحقق کردن در آینده با زور آمریکا و حضور آمریکا در خلیج فارس و در همسایگی. دولت ایرانی
هیچ غلطی نمیتوانست بکند تا آمریکا صدام را نیوترال کرد. بعد دولت آمریکا، دولت ایرانی مثل سگ هار شیعه حسینی به جان منطقه خاورمیانه افتاد با قدرت آمریکا و حمایت آمریکا. بله. حالا اون پدر سوخته هایی که کارمند دولت ایران نمایش میدن که آمریکا جمهوری اسلامی رو زمین میزنه تا این پدر سوخته بره حکومت بکنه، در این جنایات شریکن. تا اون مقاله فتورچی را بفهمی وقتی به دالان تاریکی میری باید بری زیر عبای خامنه ای تا برات جانشین در بیاره. تحت نام چه؟ عدالت، برابری، کینه‌خواهی. اینا همش یوتوپیاست آقا، ایدئولوژی. برو بچسب به پیشرفت. مردم ما ماشین های اماراتی میخوان، پیشرفت. ببینید وقتی تمام فرازشون شده مشروطه، استبداد صغیر و استبداد کبیر دارن، بعد میگه وای محمد علی شاه رفت کلونل یا خفر آورد، مجلس به توپ بست. ولی هیچ کدومشون، این همه قلم فرسایی در مورد مشروطه میکنن، هیچ کدومشون در مورد 3 اسفند 1299 برخاستن و درست کردن مترسکی مثل رضا مهتر رو روش وای میسه. نمیگه رضا مهتر بی سواد مجلس رو تعطیل کرد. این دیکتاتور تریاکی ایران نوین برام میساخت. تراخمامون از بین برد، بهمون شناسنامه داد. از زیبا کلام دولت یهودی ایرانی گرفته تا سلطنت طلب تا هر چپول دیگری رضاخان رو برای برجسته میکنه تا جواب مرحوم جواد طباطبایی. شما بدون در چه ورطه‌ای افتادی، چطوری دارن مردم رو نابود میکنن، بازی میدن. 1 میلیون نفر از مردم ما رو در اینجا 1000 با عراق از بین بردن. درست. 1 میلیون نفر. بماند میلیون ها زخمی که بر پیکره این مردمی که جنگ رو دیدن افتاد. بله، هزاران یه مش ایران. آمریکایی که اینها رو تثبیت کرد، بعد حلبچه رو درست کردن به خاطر اینکه یه مش شیعه کلب حسینی نابود نشن تا مثل خوره به جان خاورمیانه بیفتن تا سرزمین موعود یهود بسازن. حالا تو فکر میکنی بابا آمریکا پروژه مهسا خانم رو به راه ننداخته تا صورت دولت متداوم ملی مستمر فتورچی رو براتون درست بکنه، یا رنانی رو درست بکنه، یا منشور رضا پهلوی رو برات درست بکنه که تو اون خودش هیچ پخی نیست، اما شازده صاحب قدرت دیگه عددیه. درست. شما یهودی تباران شیعه کلب حسین نامتعلق به این سرزمین واقعا فکر میکنید که میتوانید از خون و تاوان حلبچه در برید؟ ارباب آمریکایی فکر میکنه در میره، فکر میکنه در همیشه بر روی یک پاشنه میچرخه. من اینو تبدیل میکنم به نماد. من برای این روزهای 14 و 15 و 16 ماه سوم رو ایونت ازش در میارم. اینو کربلایی که تو درست کردیم درست میکنم، ایونت های ابتکاری درست میکنم که تبدیل به سنت عمیق بشه. من شیعه گریت رو به دادگاه میکشم، به دادگاه مردم میکشم، چنان تو سر شیعه فاسد جنایتکارت بزنم که زدن تو سر فاشیسم. بیشرف های نظام سلطه، ابتذال شر رو بایستی در مورد شما تریاکی های پدر سوخته به کار ببرن. بله بله، کاملا درست. اگر دست خداوند باشه یا دست انتقام طبیعت که از آسیب ما در آمده باشد، من نابودتون میکنم. تو طول آمریکایی، طول اروپایی، جودو کریستیانیتی، شیعه کلب حسین، شیعه آریانی، توی
تریاکی عددی نبودی. اگه کلیسا و کنیسه بزرگت نمیدونن حال شدی. اینایی رو که من پخش کردم از حرفای خودتون بود. بله بله. هر کسی از شما ادعا میکنه عددیه، تریبون من آماده است. طول بسیجیاتون رو بفرستید. نمیخواد گنده هاتون رو بفرستید. طول بسیجیاتون رو بفرستید که تعلیم دادید. ما با هر کسی دست بیاره میشیم. ولی نامه رسمی به طول بسیجیتون بدید که این طول بسیجی آمده است اینا رو رد کنه. فکر نکنید تریبون ما محدوده. تریبون ما تریبون حقه. من هم در عراق شما رو زمین میزنم، هم در تهران. آخیز ما هم در اربیل و حوله یار داره، هم در کرمانشاه و سنندج و زنجان و تهران. من جیرتون میدم با ارباب آمریکاتون. شما برو، ما هم داریم بریم. مرسی آقای طاهر. بله بسیار متشکرم. مرسی از شما. خسته نباشید. دستتون در نکنه. منم شارژم کم کم داره تموم میشه و شبتون بخیر. شب و روزتون بخیر یاران عزیزم. همچنین